نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این برنامه در مورد یک موضوع مهمی که در این چند هفته گذشته ذهن خیلی از عزیزان ما را در افغانستان و در جهان اسلام مشغول کرده و اون درگیری هایی است که در بین ارتش پاکستان و ارتش افغانستان در مرز بین این دو کشور که یکی از طولانی ترین مرزها بین افغانستان و کشورهای همسایه است صحبت خواهیم کرد. و طبیعتاً جنگ و درگیری پیامدهای بدی دارد برای هر کشوری، برای هر ملتی. و در این برنامه به شکل خیلی مختصر، گرچه این موضوعی نیست که بتونیم در یک برنامه در موردش صحبت بکنیم، اما من سعی کردم نقاط برجسته‌ای رو که در تاریخ وجود داره در مورد ریشه این درگیری ها و این تنش هایی که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد رو خدمت شما عزیزان خیلی مختصر بیان بکنم. گاهی اوقات مردم فکر میکنن که علت درگیری ها و جنگ ها بین کشورها مسائل آنی است که اتفاق میافتد، اما برای فهم دقیق اسباب و علل این جنگ ها و درگیری ها و مشکلاتی که بین ملت ها وجود دارد سری باید به تاریخ بزنیم، چون بسیاری از این مسائل ریشه در تاریخ دارد. یکی از اسبابی هم که تا امروز در مدارس از تقریبا در همه کشورها بعد از دوران ابتدایی کتابی به اسم تاریخ هست در مورد تاریخ آن کشورها و چه در مورد تاریخ جهان، و با مطالعه تاریخ میشه ریشه و علل خیلی از مشکلات جوامع رو درک کرد و برای راه حل مناسب چاره جویی نمود. خیلی مختصر خدمت شما عزیزان عرض بکنم و عزیزانی که تماس میگیرند در این لحظه ازشون خواهش میکنیم در ساعت دوم برنامه انشاءالله تماس ها رو باز خواهیم کرد و لطفاً عزیزانی که سوالات شرعی دارن، شبهات دارن در این برنامه مطرح نکنن، و عزیزانی که راجع در مورد موضوع جنگ بین افغانستان و پاکستان حرفایی برای گفتن دارن این عزیزان تماس بگیرن تا بتونیم در پایان برنامه به یک نتیجه برسیم و حداقل به اطلاعات عمومی ما و شما عزیزان در مورد ریشه این جنگ ها و درگیری ها بیشتر آشنا بشیم. همه ما می‌دانیم که این منطقه هند و پاکستان و افغانستان و آسیای میانه، ایرانی که امروز وجود دارد، این مناطق زادگاه تمدن‌های کهن هست. یعنی شاید بگیم صدها سال قبل از میلاد در این مناطق قبایلی زندگی می‌کردند، انسان‌هایی زندگی می‌کردند
که تقریبا میشه گفت همه اینها از نژاد آریایی محسوب میشوند. حدود 1500 تا 1200 سال میگویند قبل از میلاد در این مناطق، در مناطق پاکستان امروزی و هند امروزی، قبایلی از نژاد آریایی به این مناطق کوچ میکنند و در این مناطق زندگی میکنند و آثاری که از قسمت‌های تاریخی که به نام موهنجودارو و غیره یاد می شود و در حاشیه‌های رود گنگا آثار تاریخی که به دست آمده نشان میده که چند هزار سال قبل در این مناطق انسان‌ها زندگی می‌کردند. خب تا قرن ششم الی سوم قبل از میلاد آنچه که رایج بوده در این مناطق دین بودیسم بوده و ادیان دیگری که خب به مرور زمان یا منحصر شدن در بعضی از نقاط در دنیا، در کشورهای شرق آسیا و جنوب شرق آسیا و جنوب آسیا و تا امروز هم در بعضی از کشورها مانند چین و قسمت‌هایی از هند و تایلند و این کشورها هنوز هم وجود دارد. از قدیم الایام خب روابط تجاری مستحکمی بین انسان‌هایی که در ماوراءالنهر، یعنی آن طرف نهر آمو یا جیهون زندگی می‌کردند و در محدوده کنونی افغانستان و قسمت‌هایی از ایران و پاکستان امروزی و هند وجود داشت که آخرین راه تجاری که تا قبل از مدرنیزه شدن جهان و این مناطق راه تجارتی ابریشم بود که از چین سرچشمه می گرفت و تا هند ادامه داشت و از مناطق از افغانستان عبور می کرد. در این مناطق طبیعتاً پادشاهی‌های منطقی وجود داشت، یعنی به ندرتاً همه مناطق تحت یک امپراتوری قبل از اسلام جمع می شدن. قبلا در هر منطقه، حتی مثلا تصور بکنید در کابل پادشاهی خاصی وجود داشت، در مناطق شمال پادشاهی‌های خاصی وجود داشت. نظام تقریبا میشه گفت چیزی مثل نظام قبیله‌ای، هر گروهی، هر شهری، هر منطقه‌ای برای خودشون یک فرمانروا و پادشاه محلی داشتن. آیین برهمایی و بودیسم، جینیسم و خیلی از رسوم و عادات محلی در این مناطق رایج بود. حتی بافت شهرنشینی رایج بوده در این مناطق، در مناطق هند و پاکستان و قسمت‌هایی از افغانستان و تا ایران. خب زبان‌هایی که در این مناطق رایج بوده، زبان هندی آریایی، زبان‌های محلی، فارسی، سنسکریت و خیلی از زبان‌های دیگری که در این مناطق رایج بوده. به دوران قبل از اسلام زیاد نمی‌پردازیم چون که طبیعتاً همونطوری که عرض کردم یک فرمانروایی حاکم بر همه این مناطق وجود نداشت. در زمان انتشار اسلام و خاصاً در زمان خلفای راشدین که اسلام خارج از جزیره العرب انتشار پیدا کرد، اولین فتوحات یا اولین طلایع لشکر اسلامی که به سرزمین شبه قاره هند که امروز عبارت از بنگلادش، هند و پاکستان و افغانستان و ایران کنونی و ماوراءالنهر رسید، در زمان سیدنا امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بود که عثمان ابن ابی العاص ثقفی برای اولین بار سعی کرد تا مناطق سند در پاکستان و هند امروز رو فتح بکنه. این لشکرهایی که برای فتوحات یا گروه هایی که برای فتح به این مناطق می آمدند تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی در زمان عبدالملک ابن مروان ادامه داشت و نخستین فتوحات که مناطق گسترده‌ای رو فتح کردند در شبه قاره هند و پاکستان، گرچه قسمت‌هایی از افغانستان در زمان عمر بن خطاب، در زمان عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنهما فتح شد. در سال 89 هجری بود که یعنی چیزی در حدود قرن هفتم میلادی که قتیبه ابن مسلم باهلی سرزمین‌های ماوراءالنهر رو فتح میکنه و تقریباً در حدود 2 سال بعد مناطق دیگری رو
در سند و در هند و پاکستان کنونی یکی از فاتحین به نام محمد ابن قاسم که جالب است در اون موقع تقریبا چیزی در حدود 20 سال بیشتر عمر نداشت، این مناطق رو فتح میکنه و امیر سند تعیین میشه. سند تقریبا میشه گفت که جزء بزرگی از پاکستان امروزی است. اسلام در این دوره و زمانه در این مناطق به سرعت گسترش پیدا میکنه. یکی از اسباب گسترش اسلام در هند و در افغانستان و در پاکستان امروزی که جزئی از هند بود تا سال 1947 عدالت و مساوات در اسلام بود. مردم عام در این مناطق از نظام طبقاتی به شدت به سطوح آمده بودند. طبعا میدونید که حتی در آیین دینی هندی نظام طبقاتی وجود دارد. طبقه پادشاهان هستند، طبقه علمای دین هستند، طبقه کارگران هستند و عامه مردم که عامه مردم به اندازه حیوانات هم حقوق نداشتند. ظلم و ستم نظام طبقاتی مانندی که در ایران و در خیر از مناطق دنیا سبب شد که عامه مردم به دین عدل و مساوات و به دین اسلام روی بیاورند و تا زمان سلیمان بن عبدالملک که بعد از ولید بن عبدالملک خلیفه اموی تعیین شد، فتوحات اسلامی تقریبا در مناطق هند و پاکستان کنونی متوقف شد تا اینکه در سال 1000 تا 1027 میلادی می‌بینیم که محمود سلطان محمود غزنوی که محمود ابن سبکتگین غزنوی که مرکز حکومت و پادشاهیش در شهر غزنه در افغانستان بود، افغانستان کنونی، بعد از اینکه سیطره کامل در جغرافیای فعلی افغانستان و جزء بزرگی از ایران و ماوراءالنهر به دست میاره، به مناطق سند و پنجاب حمله میکنه. تقریبا تا سال 1027 میلادی این حملات ادامه پیدا میکنه و بسیاری از قسمت‌های هند و پاکستان کنونی فتح میشه که سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه یکی از پادشاهان بزرگ اسلامی محسوب میشه. علیرغم این که در تاریخی که روافض و شیعیان نوشتن در مورد این شخصیت بزرگ و در مورد فتوحاتش و عملکردهایی که انجام داده خیلی از مطالبی نادرست در کتب تاریخیشان ذکر کردن، اونم به خاطر دشمنی که با سلطان محمود غزنوی دارن، به خاطر عملکردش در مقابل اهل بدعت، توهین ها، اهانت ها، تهمت های زیادی. حالا ذکر سلطان محمود غزنوی فاتح هند شد در اینجا، یک کمی در مورد این شخصیت هم باید صحبت بکنیم. حاکم میتونیم بگیم که خطه خراسان یکی از حکام قدرتمند و قوی بود و ایشون توانست که خیلی از دولت‌های و فرقه‌های گمراه مانند دولت آل بویه رو در ایران کلا نابود بکنه. آل بویه میشه گفت که اولین دولت منظم شیعه اثناعشری بود که بر مناطقی از ایران در سایه خلافت عباسی اینها حاکم شدن و بعد از اون برنامه داشتن که اعلان استقلال بکنن و حکومت خاص خودشون رو تشکیل بدن. حتی تا حدی رسیده بود که میخواستن ایران رو به دوران ساسانی دوباره برگردانن و خیلی از بزرگانشون حتی مرتد شده بودن از اسلام و از اسلام برگشته بودن و یکی از خبیث‌ترین دولت‌های رافضی بود که توسط سلطان محمود غزنوی در این منطقه نابود شد و سرکوب شد و کلا نواحی مرکزی، شرقی، حتی تا پایتختی اصفهان لشکر سلطان محمود غزنوی پیش رفت و کلا فرقه‌های باطل و باطنی و رافضی رو همه رو در این مناطق سرکوب کرد. حتی با فرقه‌های مانند فاطمیون، قرامطه، جهمیه و بزرگان اینها به شدت برخورد میکرد و یکی از بزرگان فرقه فاطمیون را به نام طاهرتی اگر درست تلفظ کرده باشم اسمش رو کشت و خلاصه سرزمین هایی رو که تحت سلطه داشت عدل و مساوات و عقیده توحید رو به شدت در این مناطق گسترش میداد. دشمنی عجیبی با شرک و اهل بدعت داشت و این سبب شد که به سرزمین هند لشکرکشی بکنه و
مردم اونجا رو به توحید و به دین اسلام دعوت بکنه. به همین دلیل است که شیعیان دشمنی شدیدی دارند، در حالی که اگر متوجه شده باشید هر گونه حکومتی و پادشاهی رو که در افغانستان یا در مناطق ماوراءالنهر رو در اینجا تشکیل شده باشه به ایران نسبت میتن، اما در مورد سلطان محمود غزنوی یک نوع بیمهری میبینید در تاریخ ایران، اونم به خاطر برخورد شدیدش با فرقه های باطنی و گمراه بوده است. بر صورت این مختصری در مورد سلطان محمود غزنوی و که ایشان یکی از فاتحین این سرزمین هست، سرزمین هند و پاکستان، که همون سلسله فتوحات که از زمان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه شروع شده بود در زمان ایشان به اوج خودش میرسه و بعد از اونم سلسله گورکانیان هست. سلاطین معروفی که در این دوران بودن سلطان شاهرخ تیموری است، سلطان قطب الدین ایبک است، اکبر شاه هست و تا سال 1605 که فتنه مغول مناطق عراق و ایران و افغانستان ماوراءالنهر تا به هند رو در بر میگیره. اما بعدا میبینیم که همین نواده های چنگیز که این مناطق رو خراب کرده بودن مسلمان میشن و یک سلسله پادشاهی اسلامی رو در مناطق افغانستان و هند و ایران و این مناطق تأسیس میکنن که میتوانیم بگیم دوران حکومت اونها یک دورانی از آبادانی و ساخت مساجد، ساختمان‌های بزرگ، مدارس، مراکز تعلیمی، مراکز فرهنگی و حتی در مورد یکی از شاهان این سلسله که به نام اورنگزیب معروف هست، الله متعال رحمتش بکنه، در بعضی از مورخین میگن که حتی ایشون رو پنجمین خلیفه راشد یا ششمین خلیفه راشد بعد از عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه میدانند به خاطر عدالتش، تقواش و که سلطانی بود عادل و مسلمان و دین دوست. به هر صورت این دوران دورانی از اوج علم و معرفت و تمدن و حتی آثار تاریخی که امروز در هند مشاهده میشه، خیلی از این آثار تاریخی از این دوران به جا مانده است. مشکل اساسی در این منطقه، در منطقه افغانستان و هند و پاکستان امروزی که در اون موقع میتوانیم بگیم سرزمین خراسان و شبه قاره هند، از زمانی شروع شد که در قرن 17 میلادی تا قرن 18 میلادی، یعنی چیزی در تقریبا 200 سال بیشتر، نفوذ تجاری بریتانیا و کشورهای اروپایی در این منطقه آغاز شد. پرتغالی ها، بریتانیایی ها، اینا سعی کردن که در این منطقه نفوذ پیدا بکنن، چون سرزمین هند یک سرزمین جادویی بود برای فاتحان، سرزمینی که مملو از غنایم، جواهرات، تجارت، خاصا تجارت ادویه‌جات که خیلی معروف است و تا امروز هم مرکز تجارت ادویه‌جات میشه که هند رو محسوب کرد و این سرزمین پهناور، آب و هوای مختلف، حتی به طور مثلا در خیلی از دوره‌های پادشاهی که هم بر هند و افغانستان حکومت می‌کردن هم بر هند یا خراسان، پایتخت زمستانی مثلا دهلی بود به خاطر اینکه در زمستان آب و هوای معتدلی داشت و پایتخت تابستانی کابل بود به خاطر اینکه آب و هوای کابل در فصل تابستان نسبتاً معتدل بود. تا اینکه این نفوذ تجاری و اقتصادی بریتانیا که در حالت انتشار بود، امپراتوری بریتانیا در جهان و در منطقه، سبب شد که یک کمپانی به نام کمپانی هند شرقی توسط بریتانیا در این منطقه تأسیس بشه که در قالب مزایده‌های تجاری و در ضمنش حضور نظامی، اولین حضور سربازان بریتانیایی در منطقه هند به شکل محدود در بنگال و بمبئی و بنگلور و کلکته و در اینجا در زمان نفوذ کمپانی هند شرقی در این منطقه آغاز میشه. بر صورت در سال 1600 اولین قرارداد تجاری بین امپراتوری که در هند حکومت میکرد، امپراتوری اسلامی که در هند حکومت میکرد و بین شرکت‌های بریتانیایی امضا میشه
و بعد از اون نفوذ بریتانیا روز به روز بیشتر میشه. در لابلای سعی بریتانیا برای نفوذ در این منطقه، طبیعتاً در هر جایی که بریتانیا قدم میگذاشت، اولین کاری که میکردن در بین مردم اون منطقه، ملتی که در اونجا زندگی میکردن، اختلافات مذهبی و تنش‌های قومی رو دامن میزدن، چون سیاست بریتانیا از قدیم همه شما میدونید که تفرقه انداز و حکومت بکن. این کار سبب شد که در بین سالهای 1615 تا سالهای یعنی قرن 16 و قرن 17 میلادی همیشه درگیری ها، گاهی اوقات درگیری های خونینی بین هندوها و بین مسلمان ها و بین سیک ها و بین هندوها و بین مذاهب و فرقای گوناگون، پنجاب و سند و پشتون و خلاصه اینها صورت بگیره و شروع این جنگ های مذهبی و قومی در اون زمان توسط انگلیس ها در این منطقه دامن زده شد. وقتی که مسلمان ها به سطوح آمدن، این قسمت که بخش زرینی از تاریخی است که در قرن 18 میلادی در اون موقع رخ میده که وقتی که مسلمان ها از ظلم و ستم هندوها به سطوح میان، یکی از علمای بزرگ هند، شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه، که از یک خاندان علم و دانش هست، از علمای بزرگ هند هست و فرزندشون شاه عبدالعزیز دهلوی، که اینها خدمات شایانی کردن. حتی تفسیری که خیلی در افغانستان معروف هست به نام تفسیر کابلی، یکی از کارهای این عالم بزرگوار هست و کتاب‌های فراوانی خواستن. یک کتابی که در مورد فرقه باطل رافضی که نوشتن به نام تحفه اثنا عشری، یکی از کتاب‌های بسیار گرانسنگی است که به شبهات اونها در مورد صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و عموما در مورد دین اسلام پاسخ داده شده. به هر صورت در دهه سوم قرن 18 میلادی، در سال 1730، ایشون نامه می نویسه به احمد شاه ابدالی، پادشاه وقت افغانستان که مرکز حکومتش قندهار بود، و از ایشون درخواست میکنه که به داد مسلمانان هند برسن. بر صورت نخستین حمله احمد شاه ابدالی به هند و فتح مناطق غربی پنجاب، لاهور، از مناطق پشاور کنونی عبور میکنه تا لاهور و تا این مناطق رو فتح میکنه به اصطلاح، و بعد از اون مناطق زیادی از هند رو تا دهلی و این مناطق پیشروی میکنه. و شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه در نامه‌ای که به ایشان می‌نویسه به این جمله خطاب میکنه که ای پادشاه مسلمانان، ما مسلمانان هندوستان از شر ظلم و جور هندوها به سطوح آمدیم و در شرایط خیلی بدی به سر میبریم. من به صفت یک عالم دین از شما میخوام تا به کمک و یاری مسلمانان هندوستان کاری بکنید. به هر صورت ایشون بعد از اینکه نامه رو دریافت میکنه، در حدود 80,000 نفر سپاه مسلحی رو آماده میکنه و که با قوای پیاده و سوار و توپچی و خلاصه به مناطق هند حمله میکنه و قسمت‌هایی رو همونطوری که خدمتتون عرض کردم فتح میکنه. البته به خاطر شورش‌هایی که در داخل خود افغانستان در اون دوران رخ میده و توطئه‌هایی که بریتانیا انجام میده، ایشون بعد از مدتی این مناطق رو مجبور میشه که ترک بکنه و اینجاست که در نیمه قرن 18 میلادی سیطره سیاسی، نظامی و استعمار مستقیم بریتانیا در منطقه حاکم میشه و همان سیاست تفرقه انداز و حکومت بکن بین هندوها و بین مسلمانان و بین اقوام و قبایل مختلف رو دوباره آغاز میکنه. بر صورت کلا این جغرافیایی که فعلا به نام هند و پاکستان و بنگلادش یاد میشه کلا تحت استعمار بریتانیا قرار میگیره و بریتانیا به خاطر رسیدن به ماوراءالنهر و اشغال کشورهایی که فعلا در شمال افغانستان قرار دارن سعی میکنه که افغانستان رو هم اشغال بکنه و این سعی بریتانیا تقریبا در 3 مورد به شکست سختی مواجه میشه.
تا اینکه در سال 1919 طی یک موافقتنامه‌ای استقلال افغانستان رو بریتانیا به رسمیت میشناسه. بعد از استقلال افغانستان طبیعتاً جنبش‌های استقلال طلب و جنبش‌هایی که در پی پایان دادن به استعمار و اشغال بریتانیا در هندوستان بودن هیچگاه متوقف نشد در طول این تقریبا بیش از 2 قرنی که استعمار بریتانیا در این منطقه حکومت میکرد، اما همیشه سرکوب میشدن یا به شکلی از اشکال یا توسط خیانت‌ها. به هر صورت تا سال 1947 که عملاً پایان حکومت استعماری بریتانیا در هند اعلان میشه و ارتش بریتانیا از این مناطق عقب نشینی میکنه و به خاطر همین در 15 آگوست 1947 است که هم هند و هم پاکستان استقلال خودشون رو به اصطلاح جشن میگیرن. خب هند و پاکستان که در اون موقع هند بود و بعداً پاکستان از هند جدا شد، خود پاکستان 2 کشور بود، یکی پاکستان غربی یکی پاکستان شرقی. پاکستان غربی پاکستان کنونی است، پاکستان شرقی بنگلادش است که بعداً جدا میشه از پاکستان. یک دسیسه بزرگی رو که در اینجا بریتانیا انجام میده این است که یک حرکت‌هایی رو در قبل از خروج نیروهای بریتانیایی از هندوستان تنظیم میکنن در اونجا که جنگ‌های سختی بین هندوها و مسلمان‌ها، درگیری‌های شدیدی رخ میده و در بین مسلمان‌ها گروه‌هایی رو ایجاد میکنن که خواهان استقلال مناطق مسلمان نشین از هند هستند و در بین هندوها گروه‌های تندرو و متعصبی رو کمک میکنن که اونها خواهان تشکیل یک دولت هندویزم در این منطقه هستند. وقتی که ما هند میگیم به معنی این نیست که این دولت یک دولت هندویی است، اما اونها میخواستن یک دولتی به نام هندوستان درست بکنن یا به نام هند یا اندیا درست بکنن که فقط مذهب رسمیش مذهب هندویزم باشه و در اونجا مسلمان ها هیچ حقی نداشته باشند. طبیعتاً تقویت گروه ها و احزاب و جنبش های قومگرا یکی از سیاست های دیگر بریتانیا بود که در این منطقه هر کسی رو، هر گروهی رو، پنجابی ها رو جدا، سندی ها رو جدا، بلوچ ها رو جدا، پشتون ها رو جدا، هندوها رو جدا، عموم مسلمان ها رو جدا، برای هر کدومشون یک سری فرقه هایی رو، گروه هایی رو درست کردن و اینها رو به جان هم انداختن تا اینکه در سال 1940 طی قطعنامه‌ای قسمت پاکستان کنونی و بنگلادش کنونی از بدنه کشور تاریخی هندوستان جدا میشه به نام کشورهای مسلمان نشین. این که در این مدت از سال 1940 که این قطعنامه امضا میشه تا 1947 که کلا این مناطق اعلان وجود میکنن، چنان جنایات وحشتناکی در این مناطق از تجاوز و قتل و غارت و به آتش کشیدن و بین هندوها و مسلمانها، خاصتا ظلم و ستمی که برای مسلمانها صورت میگیره، این خود نیاز داره به 10 برنامه‌ای که در این مورد صحبت بکنیم. خشونت‌ها، حرکت‌های یعنی وحشیگرانه‌ای که در بعضی از مناطق رخ میده تا اینکه این مناطق جدا میشن و خیلی از مردم مجبور میشن، مثلا مسلمان‌هایی که در مناطق مرکزی هند زندگی میکردن که جزئی از حکومت هندویزم هندوستان شدن، اینها مهاجر میشن به پاکستان بعد از استقلال پاکستان، حتی به خاطر ظلم و ستم که تا هنوز هم در پاکستان به نام مهاجر یاد میشن. یعنی در تقریبا در حدود شاید 70-80 سال قبل به پاکستان مهاجر شدن، همونایی که مثلا 10-20 سال پیش از اینکه مهاجر بشن با پاکستانی ها همه تابعیت یک کشوری رو داشتن به نام هندوستان. بعد از اون که اینا بعد از اعلان استقلال پاکستان اینها وارد پاکستان میشن به نام مهاجر و شهروند درجه 2 در پاکستان با اونها معامله میشه که تا تقریبا سالهای 2000 بعضی عملیات‌های نظامی حتی در کراچی و در این مناطق انجام میدن، چون بیشترشون در مناطق کراچی، این مناطق سند و اینجا زندگی میکنن.
بر صورت این مهاجرت ها بین هند و پاکستان، هندوها از مناطقی که در الان جزء پاکستان شده بود به هند مهاجرت میکنن و عکس این برخوردهای تند، قتل عام، جنایت هایی که اصلا قابل وصف نیست. یعنی بریتانیا با خارج شدن از این منطقه یک مصیبتی رو در اینجا در بین هندوها و مسلمانان و ملتی که در این منطقه زندگی میکردن به وجود آورد. در این دوران میبینیم که از سال 1900 به بعد تا 1947 یعنی مثل این که جوجه ای از تخم همینطور خارج بشه، رهبران ملیگرا و مذهبی و در بین هندوها و در بین مسلمانها به وجود میان، مثل شخصیت مهاتما گاندی در بین هندوها، محمد علی جناح در بین مسلمانها، جواهرلال نهرو و بعضی از رهبران دیگری که در این مناطق و امروز ما اینها رو به عنوان شخصیت‌های ملی و به عنوان شخصیت‌های آزادی طلب و شخصیت‌های بسیار متقی و پرهیزگار و شخصیت‌هایی که استعمار رو از بین بردن میشناسیم، اما متاسفانه اینطوری نیست. چه مهاتما گاندی، چه محمد علی جناح، چه امان الله خان در افغانستان، رضا خان در ایران و خیر از این رهبرایی که در اون دوره از سال 1900 تا 1950 در این مناطق اعلان وجود کردن، اکثر اینها جاسوس‌های بریتانیایی بودند. اکثر اینها شخصیت‌هایی بودند که توسط بریتانیا بزرگ شدن، توسط بریتانیا در این مناطق حاکم شدن. چون بریتانیا وقتی که حضور فیزیکیش رو در این مناطق به خاطر جنبش‌های آزادیخواهانه‌ای که در بین ملت‌ها ایجاد شده بود از دست داد، خواست که وجود مزدوران خودش رو در بین این ملت‌ها حفظ بکنه و بزرگترین خیانت به اسلام و به مسلمانان و به ملت هندوستان جدا کردن قسمت‌های بزرگی از این مملکت به نام بنگلادش و به نام پاکستان بود که همونطور که بارها اینو ذکر کردم تا امروز آثار سوء این جنایت بریتانیایی ها رو ما در این منطقه می‌بینیم. در سال 1893 در زمان امیر عبدالرحمن خان یکی از خیانت‌های بزرگ و جنایت‌های بزرگی که بریتانیا انجام داد این بود که یک خط مرزی رو بین استعمار بریتانیا در هند که در اون موقع کشوری به اسم پاکستان وجود نداشت، یعنی تا این لحظه ما هند میگیم چون که همسایه افغانستان هند است نه پاکستان. در این سال این خط مرزی رو، یک خط افترازی رو در بین دولت هند بریتانیایی و دولت امیر عبدالرحمن خان کشیدن که من اگر اینجا بتونم این خط رو دوستان اگر نشون بدن این رو، من تصویر این خطی از دوستان عزیز، خط دیورند که این خط رو بریتانیا بین افغانستان و بین هند بریتانیایی این خط رو میکشه به این شکل. این خط سرخی که میبینید این همون خطی است که توسط بریتانیایی ها کشیده شد و حالا به خاطر فشارهای نظامی و سیاسی که در اون زمان وجود داشت، امیر عبدالرحمن خان این خط رو به عنوان یک خط افترازی، نه به عنوان مرز، یعنی هیچ کدام از حکام افغانستان تا امروز به شکل علنی این رو به عنوان یک مرز رسمی بین افغانستان و بین کشوری که آن طرف مرز است، چه در سابق قبل از سال 1947 هند و چه بعد از اون که پاکستان بود، به رسمیت نشناختند. تشکر میکنم دوستان عزیز. بر صورت برمیگردیم به موضوع خط دیورند که این موضوع در سال 1919، البته این رو بهتون بگم که در سال 1893 وقتی این خط رو کشیدن، بریتانیا قول داد به افغانها که این خط به مدت 100 سال مرز بین بریتانیا و بین افغانستان خواهد بود و بعد از آن اعتباری نخواهد داشت. اما در پیمانی که در راولپیندی در سال 1919 امضا شد و این رو شاه امان الله خان پادشاه وقت افغانستان با بریتانیا امضا کرد، تقریبا یک نوع اعتراف شبه رسمی به این مرز بود و این از خیانت‌هایی است که امان الله خان، این جاسوس انگلیس، در افغانستان و در این مناطق و در حق مسلمان ها انجام میده و 100 سال هم میگذره، اما بعد از گذشت 100 سال
در پاکستان، در آن طرف مرز کشوری به نام هند بریتانیایی وجود ندارد، بلکه کشور جدیدی است به نام پاکستان. و پاکستان بعد از اعلان استقلال میگه که خب ما از بریتانیا استقلالمون رو گرفتیم و هر قراردادی که بریتانیا انجام داده ما به رسمیت نمیشناسیم. و این خط دیورند تا امروز سبب اختلاف بین کشوری به نام افغانستان و کشوری به نام پاکستان است، چون هیچ کس از پادشاهان و همرا و حکومت‌هایی که تا امروز در افغانستان حکومت کردند این خط رو به رسمیت نشناختند. و جالب است که بدانید آن طرف مرز، مثلا دوباره اگر برگردیم به این خط دوستان عزیز نشون بدن، این مناطق سبز رنگی رو که می‌بینید این مناطق پشتون نشینی است که در افغانستان وجود دارد و این مناطق سبز رنگی که آن طرف خط سرخ هست اینا هم مناطقی از پشتون نشین و بلوچ نشین در آن طرف مرز. امتداد قومی بین این دو طرف خط وجود دارد. یعنی به طور مثال عمو در اینجاست، برادرزادش در اینجا زندگی میکنه، نصف قبیله در اینجاست، نصف قبیله در اینجا زندگی میکنه و این به اصطلاح میشه گفت که مناطق پشتون نشین رو به دو قسمت تقسیم کردن، نصفش رو دادن به پاکستان و نصفش رو دادن به افغانستان. و این جنایتی است که به طور مثال سیاست حکومت‌های استعماری کلاً این بود که نظام جدایی خواهی به نام قوم را در دنیا در خاص در بین کشورهای اسلامی ترویج می‌کردن. شما یک قومی هستید، عرب‌ها باید برای خودشون حکومت داشته باشن، مثلا ترک‌ها باید برای خودشون حکومت داشته باشن، افغان‌ها، پاکستانی‌ها، بنگالی‌ها، هر کسی رو. اما وقتی که متوجه میشن که از یک قومی احساس خطر میکنن، چه در پیشینه تاریخیشون، چه در مورد تدینشون، در مورد خطر نظامی یا هر چیزی که از اینها احساس بکنن، می اومدن این قوم‌ها رو پارچه پارچه میکردن. مثلا کردها رو ببینید، بین عراق، سوریه، ایران و ترکیه تقسیم کردن. اگر قرار بر این باشه که مثلا کشورها بر اساس قومیت باید تشکیل می شدن، خب باید اینا رو کلا جمع می کردن، یک قوم تشکیل می دادن. اما چیکار کردن؟ اینا رو تقسیم کردن بین 3-4 کشور. بعد در هر کشوری که اینها وجود داشتن اقلیت بودن. در ایران اقلیت شدن، در عراق اقلیت شدن، در سوریه اقلیت شدن، در ترکیه اقلیت شدن و همیشه اینها رو طوری براشون تصویر ذهنی درست کردن شما مظلوم هستید، شما در اقلیت هستید و همیشه اینها رو با دولت‌های مرکزی که در اینجا تأسیس شده بودن بعد از پایان استعمار، اینها همیشه در حالت جنگ بودن. شما خیلی واضح تا الان می‌بینید کردها در ترکیه با دولت مرکزی ترکیه درگیر هستند، کردهای عراق با دولت صدام مثلا تا قبل از اشغال توسط آمریکا همیشه درگیر بودن، در ایران همیشه کردها با حکومت ایران درگیر هستند، در سوریه تا امروز همین قصد که امروزه شاید زیاد اسمشون رو بشنوید در رسانه ها، همیشه با دولت سوریه درگیر هستند، خاصا الان با دولت فعلی سوریه درگیر. هرگاهی که احساس میکرد مثلا استعمار که یک کشوری داره پیشرفت میکنه، ترقی میکنه، این اقلیت هایی رو که تقسیم کرده بودن، جدا کرده بودن، اینا رو به جان دولت ها مینداختن. گاهی اوقات دولت ها هم در حق اونا ظلم میکردن. به هر صورت با این کارشون هیچ احساس امنیت و آرامی در این کشورهایی که یک زمانی استعمار غربی یا بریتانیایی در اونجا حاکم بودن تا وقتی که این مرزها و این قومها در اونجا به این شکل در خدمت اونها باشن یا که به خاطر جهل، نادانی سیاست‌های اونا رو پیاده بکنن، این کشورها روی امنیت و آرامش رو نخواهند دید. و این سیاستی بود که دقیقاً در خط دیورند در افغانستان در اینجا پیاده شد و پشتونها نصفشون آن طرف خط ماندن، نصفشون این طرف خط ماندن. اونایی که در اون طرف خط بودن همیشه با حکومت سند و پنجاب درگیر بودن. اینایی که در اینجا بودن در طول تاریخ می‌بینیم چه در دوران کمونیست‌ها، چه در دوران مجاهدین، چه در دوران امارات اول تا امروز هم سعی می‌کنن که این قوم‌ها را به جان هم دیگر بندازن. در بین اقوامی که در شمال افغانستان زندگی می‌کنند، تاجیک‌ها و ترکمن‌ها و ازبک‌ها و هزارها که در مناطق مرکزی و شمالی زندگی می‌کنند، همیشه برای اینها پشتون‌ها رو یک نوع دشمن جلوه دادن و برعکس برای اونها همچنین.
و هرگاه هم که خواستن از این سیاست استفاده کردن. حتی در دوران کمونیست‌ها می‌بینید که مثلا بعضی از جنرال های مثلا جنایتکار غیر پشتون رو به مناطق پشتون میفرستادن برای جرم و جنایت و از مناطق پشتون به شمال میفرستادن. کوچهای اجباری، ساکن کردن اقوام به زور در زمین های هر دو طرف سبب میشد که همیشه یک کینه و عداوت در بین اقوام وجود داشته باشه و هر موقعی که اونها بخوان از این سیاست استفاده بکنن بر علیه کشورها و برای مسلمان ها. به هر صورت این خط مرزی یکی از اسباب اختلاف بین افغانستان و بین پاکستان تا امروز وجود دارد که درگیری هایی که همیشه میشنوید در این مناطق صورت میگیرد در دو طرف این خط. همونطوری که عرض کردم کسانی که در سال 1900 تا سال 1950 در این مناطق حاکم شدن جاسوسان انگلیس بودند که سیاست انگلیس رو در این منطقه پیاده می‌کردند. من یک تصویری برای شما عزیزان اگر اینجا بتونم ایجاد بکنم، یک تصویر ذهنی. شما تصور کنید الان در افغانستان ما تقریبا حدود 40 تا 45 میلیون جمعیت مسلمان زندگی می‌کنند، اقوام و قبایل مختلف. در پاکستان چیزی در حدود 250 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند. همین الان در پاکستان 250 میلیون تقریبا، آخرین سرشماری که نشان میده. در بنگلادش چیزی در حدود 170 تا 200 میلیون در بنگلادش مسلمان زندگی میکنند. خب طبعا اقلیت‌های مسیحی و هندو وجود داره، اقلیت‌های ناچیز، اما اکثریت مسلمان ها هستند. جالب است بدانید که بر اساس مذهب هند رو جدا کردن به هند و پاکستان، اما امروز تعداد مسلمانانی که در هند زندگی میکنن چیزی در حدود 400 میلیون هست. بعضی از آمار غیر رسمی میگن تا 500 میلیون هم میرسه. یعنی شما تصور بکنید چیزی در حدود 1 میلیارد مسلمانی رو که میتوانست در این منطقه یک نیروی عظیم و یک قوت بزرگ بر علیه استعمار وجود داشته باشه رو پارچه پارچه کردن، تیکه تیکه کردن. بنگلادش رو جدا کردن، پاکستان رو جدا کردن، افغانستان رو جدا کردن، هند رو جدا کردن. در داخل هند مسلمان هایی که تعداد مسلمانان داخل هند بیشتر از مسلمانان پاکستان است و همیشه میبینیم مساجدشون تخریب میشه، کشته میشن، درگیری هایی که صورت میگیره. و بدتر از این تقریبا در حدود 1 میلیارد مسلمان در اینجا میتونستن که یک نیروی عظیمی رو تشکیل بدن و خیلی از مورخین ما، روشنفکران ما، علمای ما متاسفانه در هند، در پاکستان، در افغانستان فکر میکنن که این مناطق بر اساس اسلام و بر اساس مسلمان ها جدا شدن و تشکیل یافتن، در حالی که اینطوری نیست. یک کمی اگر شما دقت بکنید، فعلا مثلا شما در افغانستان، در هند وقتی که خواستن که هند رو، بریتانیا وقتی که خواست هند رو جدا بکنه، یک مذهب جدیدی در هند به وجود آوردن. یک مذهب جدیدی در اونجا به وجود آوردن به نام مذهب قادیانیه. یک دین است کلا، یک دین جدید است. کسی رو به اسم غلام محمد قادیانی، یک شخصیت مرموزی است. از کجا پیدا شده، از کجا آمده کسی نمیدونه. ادعای پیغمبری میکنه، یک دین جدیدی درست میکنه. جالب است که این دین توحیدش و نبوتش و کتاب و به این چیزای اسلام هیچیش به اعتقاد ندارن. شاید به ظاهر باشون بشینی مثل شیعه تقیه بکنن، اما اعتقادی ندارن. حتی غلام محمد قادیانی گاهی میگن که امتداد نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، گاهی اوقات میگن که یک پیامبر جدیدی است. علی کل حال این دین جدیدی به نام قادیانی که تأسیس کردن، این دین جدید تقریباً به سرعت در بین اراکین دولت انتشار پیدا میکنه. شما باور کنید امروز دینی که در پاکستان حکومت میکنه قادیانیت است، در حالی که علما رسما فتوا دادن، کافر گفتن، اما جنرال های بزرگ ارتش پاکستان، سیاستمداران مشهور پاکستانی اکثرا پیرو قادیانی هستند، بعضیاشان پنهان و بعضیاشان آشکار. و این دینی که جدید تأسیس کردن، بریتانیا با کمک‌های عظیمی که به این کرد و از فقر و جهل مردم استفاده کردن و این دین رو به سرعت گسترش دادن، اما نتونستن تا زمان
به اصطلاح استقلال این کشورها اینها را به عنوان اکثریت در جامعه مطرح بکنن. به خاطر این چیکار کردن بریتانیایی یا جاسوسان بریتانیایی؟ اومدن فقه حنفی رو فقه قادیانیت قرار دادن. قادیانی ها با وجودی که نه به پیغمبر، نه به کتاب، نه به خدای ما، به هیچ چیز اعتقاد ندارن، اما در فقه پیرو امام ابو حنیفه هستند. و این به خاطر فریب دادن اهل سنت احناف بود که اکثریت بودن در این منطقه. با این کارشون تونستن که در بین علما و در بین جامعه حنفی مذهب اهل سنت در شبه قاره هند و افغانستان و در اینجا اینا نفوذ پیدا کنن. این کمبودی که در قادیانیت وجود داشت رو با چی کامل کردن؟ با نشر تصوف خرافی. نه اون تصوف اصلی رو که تزکیه نفس و تقوا و پرهیزگاری است، با اون کاری نداریم. فرقه های تصوف خرافی و گمراه میبینین اکثریت منشأشون هند است و اکثریتشون در قرن 19 ایجاد شدن و یا در قرن 19 اینها تمکین پیدا کردن در این منطقه، چون بریتانیا اینها رو میخواست. بازم نتونستن که اکثریت مسلمانان رو چیکار بکنن؟ در این مناطق تضعیف بکنن. اومدن یک فرقه دیگری رو هم اضافه کردن در کنار اونها، شیعه اثناعشری رو، چون که همیشه این فرقه ها در خدمت استعمار وجود داشتن در این مناطق. بعد از اون اومدن اسماعیلی ها را اضافه کردن. به همین خاطر یعنی جالب است بدانید که محمد علی جناح مؤسس پاکستان شیعه اسماعیلی است. فاطمه جناح خواهرش که این دوتا امروز به عنوان دو سمبل و رمز ملی در پاکستان شناخته میشن، هر دو اینها شیعه اسماعیلی هستند. یعنی شما تصور کنید در بین این همه علما، در بین این همه شخصیت‌های اهل سنت در هند هیچ کس پیدا نشد که محمد علی جناح و فاطمه جناح رو آمدن بریتانی‌ها به عنوان رهبران مسلمان‌ها علم کردن. خب در اون وقت هرج و مرج کمک‌های سخاوتمندان امپراتوری بریتانیا به این گروه‌هایی که در حقیقت جاسوس‌های خودشون بودن و اینها با پول و با کمک نظامی اونها توانستن در این مناطق نفوذ پیدا بکنن، سبب شد که اینها هوادارانی برای خودش ایجاد کنن. مردم عام میدونید که دیگه شکم مردم رو سیر کردی خلاص. امروز در خیلی از کشورها میبینید بیشتر حکومت‌های دیکتاتوری وقتی به قدرت میرسن از طریق ملت‌ها به قدرت میرسن. همون ملت‌هایی که بعداً زیر بار ظلم و ستم اونها خورد میشن، اما در شروع میبینید که بر دوش همین ملت سوار میشن و به حکومت میرسن. یکی از وقایعی که شاید خیلی شما عزیزان در موردش اطلاع نداشته باشید، در گیرودار این که بریتانیا میخواست از افغانستان خارج بشه بعد از شکست نیروهاش و جنبش‌های استقلال طلب در هند به اوجش رسیده بود و بریتانیا احساس کرده بود که دیگه باید این مناطق رو ترک بکنه، گروهی از رهبران ملی و مذهبی هندوستان آمدن یک دولتی رو تشکیل دادن که در صورت شکست بریتانیا و پایان استعمار بریتانیا این دولت دوباره همان مجد، همان عظمت، همان وحدت ملی بین ملت‌هایی رو که در شبه قاره هند که فعلا به نام هند و پاکستان و بنگلادش هست زندگی می‌کردن رو دوباره ایجاد بکنه و دوباره همون حکومت مرکزی هندوها رو، نه هندوهای گاوپرستی که فعلا وجود دارن، حکومت هندوستان رو دوباره به همون شکلی که قبلا بود دوباره ایجاد بکنن. به خاطر همین در سال 1915 که تقریبا میشه 1334 هجری قمری، تعدادی از این رهبران ملی مذهبی هند به افغانستان میرن و در پایتخت افغانستان ببینید این وقایع تاریخی رو وقتی که ما بدانیم، امروز یک سری جنگ ها و مشکلات، کشمکش هایی که در منطقه است برای ما آشکار میشه. احساساتی با این مسائل برخورد نمی کنیم. امروز مثلا جنگ میشه بین پاکستان و افغانستان، این طرف افغان های ما مثلا دیندار مذهبی خوب کردیم پنجابی‌ها و این سندیا و دالخورا رو بزنن بکشن، اون طرف 4 تا احمق پاکستانی این افغانی‌های نمک حرام فلان. ببینید اصلا دشمن همین رو میخواد. دشمن همین رو میخواد که ملت‌ها رو به جان هم بندازه. امروز یک حکومت غلام غرب و غلام کفار در پاکستان حاکم است
نمیخواد که در افغانستان یک امنیت و آرامی و استقرار ایجاد بشه، داره سیاست‌های کفار رو عملی میکنه و بعضی از ملت‌ها به خاطر جهل و نادانی دارن ناخواسته به همین سیاست‌های کفار کمک میکنن. بر صورت این حکومت در سال 1915 در کابل پایتخت افغانستان، این تقریبا چیزی در حدود 100 سال پیش تأسیس میشه که نام رسمیش به نام Government of India یا دولت هندوستان در 1 دسامبر سال 1915 اعلان وجود میکنه و رئیس دولت شخصی است به نام راجا مهندرا پرتاپ، یکی از شاهزاده های هندی است که از رهبران ملیگرای هند محسوب میشه. جالب است بدانید که این دولت وقتی در کابل تأسیس میشه، نخست وزیرش یک عالم دین از علمای مشهور هند به نام مولانا برکت الله هست. مولانا برکت الله یکی از علمای مشهور هند و از کسانی که بر علیه استعمار بریتانیا مبارزه میکرد به نام مولانا برکت الله به عنوان نخست وزیر این دولت تأسیس میشه. شما اصلا ترکیب این دولت رو ببینید. وزیر کشور یا وزیر داخله این دولت مولانا عبیدالله سندی، یکی از علمای بزرگ هند و از شاگردان شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه و از چهره‌های برجسته جمعیت علمای هند است که به عنوان وزیر داخله یا وزیر کشور تعیین میشه. وزیر حربیه یا وزیر جنگ مولانا بشیر احمد یکی از مبارزین شمال هند است و نماینده نظامی آلمان. شما می‌بینید که در اون موقع وقتی که این دولت تأسیس میشه، یعنی وقت جنگ بین آلمان ها و بین بریتانیا و فرانسه و کشورهای دیگر است، یک افسر آلمانی به عنوان مسئول ارتباط بین افغانستان و بین حکومت موقتی که در اونجا تأسیس میشه برای هندوستان تعیین میشه. یک نماینده به نام انور پاشا از دولت عثمانی در اون موقع به عنوان نماینده دولت عثمانی در اونجا حضور پیدا میکنه به عنوان هماهنگ کننده روابط دیپلماتیک و اهداف و انگیزه این حکومت رو حالا بیانیه شما انشالله برای شما چون به زبان عربی است نشون میدم میخونم. تشکیل یک دولت ملی اسلامی و هندی در سرزمین هندوستان و جلب حمایت افغانستان، آلمان، امپراتوری عثمانی، ایران و کشورهای دیگر و سازماندهی شورش‌های مسلحانه بر علیه استعمار بریتانیا. خب در آن زمان امیر حبیب الله خان در افغانستان حکومت میکنه و خیلی محتاطانه با این قضیه برخورد میکنه چون یک خوفی از بریتانیا هم وجود داشت در اون موقع در افغانستان و بر صورت اینا فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی تبلیغاتی و رسانه‌ایشون رو در اونجا شروع میکنن و برای جلب پشتیبانی مالی و نظامی کشورهای مختلف اینها حرکت‌های دیپلماتیک هم در اونجا آغاز میکنن و اولین بیانیه رسمی که اینها صادر میکنن به زبان عربی است که من متنش اینجا خدمت شما عزیزان میخونم. دوستان اگر نشون بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین القائل في كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أما بعد فإن الأمة الهندية المسلمة والهندية أمة مسلمان هند و هندوهای آزاد قد ذاقت ذرعا بما نزل بها من ظلم الاستعمار البریتانی، از ظلم استعمار بریتانیایی به تنگ آمدن. الذي سام الناس سوء العذاب، که مردم را عذاب دردناکی چشاندن و نهب ثروات و ثروت‌های اینجا را به غارت بردن و اطفأ نور الحریت و ایمان و نور آزادی و ایمان را نابود کردن. بذارید من ترجمه فارسیش همینطوری براتون بخونم. بعد از مشاوره و مکاتبه بین مردان مخلص امت از علما و امرا و مصلحین، ما در این روز در شهر کابل که الله متعال آن را حفظ کند اعلان می‌کنیم که حکومت موقتی که نماینده اراده امت هند باشد و برای استقلال و حریت در اینجا تلاش بکند و لسان صادق امت و رمز جهادش باشد و فعالیت و برای آزادی این سرزمین را از اینجا آغاز بکند و در مورد مبادی و اهدافشون میگه که اعلان استقلال هند از سلطه امپراتوری بریتانی،
تأسیس حکومت عادل مستقل بر اساس شورا و عدل که دین و کرامت همه فرزندان هند از مسلمان و هندوها و دیگر اقوام و طوایف را تأمین بکند، روابط دوستانه با کشورهای اسلامی خاصتا با دولت عثمانی و افغانستان و که رابطه مستحکم عقیده و مسیر مشترک بینشان وجود دارد و دعوت می‌کنیم از همه امت که در جهاد فی سبیل الله ضد استعمار ظالم با هر وسیله مشروعی با اینها کمک بکنند و خود را ملزم به حفظ امانت و عدالت در بین مردم و دوری از مذهب گرایی و تفرقه گرایی بر اساس مذهب و دین و نژاد و جمع کردن مردم تحت کلمه توحید لا اله الا الله و حریت آزادی. تشکیل حکومت هم در اینجا رئیس حکومت راجا مهندرا پرتاپ، رئیس الوزراء مولانا برکت الله، وزیر داخلی مولانا عبیدالله سندی، وزیر الحربیه مولانا بشیر. و در اینجا میگه که ما از اینجا درخواست میکنیم از همه ملت‌های آزاده و کشورهای اسلامی و عربی که با ما بایستن در این وقت تاریخی و به خاطر این قضیه‌ای که قضیه زمین و مرز نیست بلکه قضیه کرامت انسانی است که ما میخواییم از عبودیت استعمار آزاد شویم، با ما همکاری بکنن و از الله سبحانه و تعالی میخواییم که این گام ما را پر برکت بگرداند و ان یفتح بیننا و بین قومنا بالحق، بین ما و قوم ما راهی که در آن حق باشد را باز بکند. و این صدر فی کابل فی یوم الاول من شهر صفر سنة 1334 الموافق لاول من دسامبر سنة 1915 1915 میلادی، حکومت المؤقته فی الهند. این بیانیه‌ای بود که در اونجا صادر میشه. ببینید یکی از خیانت‌های بزرگ در افغانستان با کام شاید نالایقی که بگیم در اون وقت بودن که از این فرصت طلایی نتونستن استفاده بکنن و خیانت مسلمان ها و کشورهای اسلامی که بودن در اون زمان که چرا همچین حرکت هایی رو با اینها همکاری نکردن. شما تصور کنید اگر این حرکت پیروز میشد و در امروز نه پاکستانی وجود داشت نه بنگلادشی وجود داشت بلکه همان هندوستان با همان مجد و عظمتی که حدود 600-700 سال مسلمان ها در اونجا داشتن دوباره در اونجا میتونست که حکومت بکنه. به هر صورت این وضعیتی بود که در اونجا رخ داد و بعد از اون بر اساس قوم و بر اساس زبان و بر اساس مسائل دیگر ملت ها رو به جان هم دیگر انداختن و بزرگترین خیانت بریتانی ها در این منطقه همین غلام هایی بود که در اینجا ایجاد کردن و فرقه های مذهبی بود که در اینجا به نام اسلام اینا رو ایجاد کردن و بعد از آمدن خمینی و انقلاب سال 1357 ایران شیعیان اثناعشری رو بیشتر در این مناطق رشد دادن و تقریبا میشه گفت بعد از در حالی که قبلا قادیانی ها حرف اول رو میزدن اما فعلا میتونیم بگیم در پاکستان شیعای اثناعشری حرف اول رو میزنن و هر حکومتی که بر اساس اهل سنت به وجود بیاد چه در ایران چه در افغانستان و در اینجا یقین داشته باشید که پاکستان با اونها مخالفت خواهد کرد، چون یک حکومت پنهانی وجود دارد که در اون قادیانی ها، روافض و اینها دست بالا دارد. پاکستان در طول این مدت بعد از تأسیس همیشه سعی کرده که در افغانستان یک حکومت مزدور، یک حکومتی که دست نشانده پاکستان باشه و اهداف استعماری که پاکستان در طول تاریخ وجودش تا الان به عنوان غلام آنها عمل کرده رو در افغانستان اجرا بکنه و بزرگترین آرزوی پاکستان این است که این خط مرزی که خط دیورند که در قرن 18 در اینجا ترسیم شده در قرن 19 این رو حکومتی در افغانستان ایجاد بشه مزدور پاکستان و این خط رو به رسمیت بشناسه به عنوان مرز. این بزرگترین دردی است که پاکستان داره. ثانیاً وجود یک حکومت مزدور و غلام برای پاکستان در افغانستان سبب میشه که راههای تجارتی چه به آسیای میانه چه به چین اینها برای پاکستان باز بشه
و این ملت همیشه باید در این جغرافیایی که فعلا به نام افغانستان یاد میشه، همیشه باید اینها مزدور و غلام در فقر بدبختی زندگی بکنن و همیشه پاکستان از اینها سوء استفاده بکنه. پاکستانیا شاید شنیده باشید زیاد میگن که خب ما افغان ها نمک حرام هستن، ما در 5-6 میلیون مهاجر افغانی رو در زمان جنگ با اتحاد جماهیر شوروی ما به اینها جا دادیم، زمین دادیم، خانه دادیم، از این مهمان نوازی کردیم. این نکته رو بگم دوستان عزیز که ما در این صحبت هایی که در اینجا میکنیم مخاطب ما ملت ها نیستن، نه ملت افغانستان، نه ملت پاکستان، نه ملت ایران. ملت ها عددی نیستن در این بازی های مصلحت گرایانه و سیاسی که استعمار و غلامانشان در منطقه ایجاد میکنن. ملت ها چاره ای ندارن، به قول عربا مغلوبا علی امرهم، اینا هیچ راه چاره ای ندارن و هیچ گزینه ای برای ملت ها گذاشته نمیشه. همین تصمیم‌ها رو اونایی هستن که در اون بالا نشستن و غلامان استعمار هستن اونها میگیرن. من سخنرانی جنرال ضیاءالحق که در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی هم رئیس جمهور پاکستان بود، هم فرمانده کل قوای مسلح پاکستان من سخنرانی ایشان رو برای شما میگذارم و ترجمه میکنم. دوستان عزیز اگر این رو گوش بکنن به یک نکته جالبی اشاره میکنم. आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको दर्द पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईद से ईद बच जाएगी. میگه اگر امروز افغان‌ها در آن سوی مرز در مقابل اتحاد جماهیر شوروی شکست بخورن، پاکستان در این طرف مرز تباه میشه، برباد میشه. लोग इस चीज को समझते नहीं. شما ملت این چیزو میگی نمیفهمید. वो ये समझते हैं कि गर्द व गुबार जो हम मगरब के अंदर उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए. میگه ملت ما فکر میکنه اون گرد و غباری که در افغانستان هست، یعنی کنایه از اون جنگی که فعلا در افغانستان بین افغان ها و بین روس ها هست، این جنگ افغان هاست. मैं आपको ये मत्तला कर रहा हूं कि अगर खुदा न करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान का. میگه خدای نکرده این رو برای شما صریحاً بگم که اگر افغان ها در اونجا شکست بخورن، بعد از افغان ها نوبت شماست، یعنی نوبت پاکستان است. و این یک واقعیت است که هدف روس اشغال افغانستان نبود. هدف روس ها رسیدن به آبهای گرم خلیج بود و این هدف اصلی روس ها بود، رسیدن به چاهای نفت، رسیدن به کشورهای عربی حوزه خلیج. چون حتی در یمن جنوبی یک دولت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در اونجا تأسیس کرده بود و اگر اینا میرسیدن و پاکستان رو میگرفتن با همکاری یمنی‌ها در اونجا، همه این کشورهای خلیج امروز، قطر، کویت، عربستان، امارات، چاهای نفت، ایران، پاکستان، همه اینها امروز جزئی از اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشدن. ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं. میگن برادران ما که امروز در افغانستان دارن میجنگن، اینها برای پاکستان دارن میجنگن در اونجا. इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाइए. میگه اگر هیچی از دستمون نمیاد، حداقل میتونیم برای دعا کردن دستمون رو بلند بکنیم कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए. حداقل این دعا رو بکنید که الله متعال مجاهدین افغانستان رو کامیاب بکنه. در اینجا تشکر میکنم دوستان عزیز. این اعتراف رئیس جمهور وقت پاکستان است و این واقعیت هم همین است که اگر این مقاومت و پایداری افغان‌ها و بیش از 2 میلیون شهید در دوران جنگ با اتحاد جماهیر شوروی نمی بود و پایان این جنگ میدونید که سبب شد که اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشه و ده‌ها کشور در این منطقه استقلال و آزادیشون رو به دست بیارن. اگر این قربانی افغان‌ها نمی بود، شاید تا امروز هم ما شاهد بدبختی و استعمار اتحاد جماهیر شوروی در این مناطق می بودیم. بر صورت دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از واقعیت ها. بعضی از دوستان در اعلان این چیز نوشته بودن که
نمیدونم شما در مورد این میخواید صحبت بکنید، در مورد این. اصل من واقعیت هایی که امروز وجود دارد رو به خاطر اینکه اصل و ریشش رو بدانیم باید برگردیم تاریخ رو مطالعه بکنیم، به خاطر این مسئله رو بیان کردم. بر صورت همین پاکستان شما میبینید که بعد از اینکه اشغال اتحاد جماهیر شوروی از بین میره، بعد از اینکه حکومت مجاهدین میاد، مداخلاتی که میکنه در تعیین به اصطلاح رئیس جمهور یا مسئول در افغانستان، کمک هایی که بعضی از گروه ها میکردن به خاطر ایجاد حرج و مرج، تا آمدن امارت اسلامی اول توسط طالبان، بعد از اون در زمان اشغال افغانستان 20 سال توسط آمریکایی‌ها. شما تصور بکنید در سال 2001 همین دولت پاکستان بزرگترین کمک رو به آمریکا و ناتو برای اشغال افغانستان، برای قتل عام ملت افغانستان انجام داده. بنابر اعتراف رسمی خود پاکستانی‌ها بیش از 70,000 حمله هوایی از فرودگاه‌های نظامی پاکستان بر علیه اهداف نظامی و غیر نظامی در افغانستان صورت گرفته. شما تصور کنید الان کشوری یعنی مانند افغانستان با چه امسایه‌هایی روبرو هست. اون از ایران که در مورد جنایاتش و خیانت‌هاش در افغانستان هرچی بگیم کم است، و اینم از پاکستان. 4 روزی هست که در افغانستان حداقل یک امنیت برپا هست، با وجود همه ملاحظاتی که در سیاست‌های داخلی، در برخوردها در امارت اسلامی وجود دارد. اما مردم ما بعد از 30-40 سال جنگ تشنه یک امنیت و آرامی بودن و برای این ملت اگر یک امنیت و آرامی در افغانستان ایجاد شود، باور بکنه نیاز به هیچ کس ندارن، نیاز به هیچ چیز هم ندارن. اما همین رو هم نمیتونن این همسایه های مضر ما تحمل بکنن. و امروز این جنگی هم که در اینجا به راه انداختن به بهانه نمیدونم TTP هست و نمیدونم فلان است و این است و اون است، طالبان پاکستانی است و اینا همه در راستای سیاست آمریکا برای ایجاد یک پایگاه نظامی یا گرفتن دوباره بگرام در افغانستان است. و پاکستان داره این نقش رو به عنوان یک مزدور آمریکا داره در اینجا ایفا میکنه و این واقعیت این قضیه است. بعد از جنگ 12 روز اینا تصور نمی‌کردن که با برخورد تند امارت اسلامی مواجه شوند و جواب دندان شکنی رو بگیرن. زود دست به دامن دیگران شدن که بیایید از برای خدا صلح بکنید که اینها دارن وضع ما رو خراب میکنن، در حالی که همه ما میدانیم یک واقعیت هست. یعنی اصلا نیروی نظامی پاکستان با نیروی نظامی افغانستان فعلی اصلا قابل مقایسه نیست، از نگاه سلاح، از نگاه نیروی هوایی، از نگاه موشک. حتی پاکستان میدونید که تنها کشور اسلامی است که بمب اتم داره. اما این رو هم تاریخ افغانستان ثابت کرده که این ملت در مقابل شوروی، در مقابل ناتو، در مقابل آمریکا سرخم نکرده. خود در مقابل مزدورای اونها چطور میتونه سرخم بکنه؟ و اینجاست که درک کردن که نمیشه با اینها بعد از 12 روز درگیری دست به دامان شدن که زودتر بیایید صلح بکنید وگرنه وضع ما خراب میشه. اما طبیعتاً مزدور است. اینا به اصطلاح ارادهشان دست خودشان نیست، اختیارشان دست خودشان نیست. و 3 روز که امروز آخرین روزش بود مذاکره داشتن در استانبول به خاطر ادامه همون مذاکره صلحی که در دوحه در قطر برگزار شده بود. نتیجه امروز مذاکره اینها رو یکی از دوستان برای ما فرستاده که من این رو خدمت شما به طور مختصر بیان میکنم تا ببینید که این پاکستان و این حکومتی که در اونجا حاکم است تا چه اندازه مزدور است و تا چه اندازه در خدمت استعمار و در خدمت کفار قرار داره. میگن همه اون مسوده‌ای رو که در اونجا روش اتفاق شده بود در قطر، طبیعتاً برای مناقشه در استانبول به اصطلاح به تعویق انداختن و در اینجا 2 هیئتی آمدن از هند، از پاکستان و از
افغانستان، از امارت اسلامی در حضور هیئت‌هایی از ترکیه و قطر این مذاکرات 3 روز به طول انجامید. اما نتیجه، کسانی که در این جلسه بودن میگن که از لحظه شروع جلسه هیئت پاکستانی با بسیار یک اخلاق زشت، رفتار خیلی بد، کلمات زننده و تند برخورد میکرد. حتی گاهی اوقات میگه که کنترل اخلاقی و اعصابی خودشون رو هم از دست میدادن، گاهی اوقات با تمسخر، گاهی اوقات با توهین، با اهانت، حتی به کشورهای میزبان مانند قطر و ترکیه که حتی سبب نارضایتی کشور ترکیه و قطر شد. رئیس مذاکره کننده های پاکستانی یک شخصی بود، میگن که خیلی بد اخلاق، خیلی تندخو، و شما تصور بکنید بعد از اینکه اتفاق کردن روی یک سری درخواست هایی که اونها از افغانستان داشتن و یک سری درخواست هایی که افغانستان از اونها داشتن، بعد از این قبل از اینکه موافقت نامه را امضا بکنن یک تماس تلفنی بهش میاد و بعد از اینکه مشاوره میکنه، حالا با کی مشاوره میکنه، میاد همه این چیزایی رو که روش اتفاق کرده بودن دوباره کنسل میکنه، دوباره اینها رو رد میکنه و قبول نمیکنه. و این نشون میده که اینها از بالا دستور میگیرن، از بادارانشون دستور میگیرن و اختیاری از خودشون ندارن. به طور مثال بعد از این تماس تلفنی میگه یکی از درخواست هایی که داشتن میدونی چی بوده؟ که هر کسی که در داخل خاک پاکستان عملیات بر علیه پاکستان انجام میده، دولت افغانستان موظف است که اونها رو استقبالشون بکنه در داخل خاک افغانستان و اونها رو تحویل بده به ما. شما رو به خدا در یک مذاکره رسمی بین دو تا کشور، یک انسان عاقل، یک انسان عامی، یک سبزی فروش رو شما بیارید همچین یک شرطی رو میتونه بگذاره؟ که تو مخالفین مسلح من رو داخل کشور خودت طلب بکن، اونجا اونا رو دست و پاشون رو ببند به من بده، مگر اونا موشن، گربند؟ یعنی ببینید نمیخوان که صلح بشه، نمیخوان که اینجا به یک نتیجه برسه، نمیخوان که در افغانستان یک استقرار، یک آرامش، یک امنیتی، یک حکومت قوی در اونجا ایجاد بشه. یکی از حرفایی که امروز در جلسه زدن میدونی چی بوده؟ که هیئت پاکستانی گفته که هر عملیاتی که طالبان پاکستانی در داخل خاک پاکستان انجام بدن، ما با بمباردمان افغانستان انتقام میگیریم. یک انسان عاقل، یک انسان اصلا همچین شرطی رو میتونه بگذاره در مذاکره؟ بابا جان، مثلا به این میمونه که من به همسایم بگم که اگر در خونه من هر اتفاقی افتاد من میزنم شیشه خونه تو رو میشکنم. یعنی چی؟ به هر صورت مذاکراتی که در ترکیه جریان داشت متاسفانه شکست خورد و به نتیجه نرسیدن. حتی درخواست دولت افغانستان، درخواست امارت اسلامی که اعضای داعش که در پاکستان مرکز دارن و در اونجا فعالیت میکنن اینها رو از اونجا اخراج بکنن یا دستگیرشون بکنن رو پاکستان رد کرده. الان شما خودتون متوجه بشید که این تکفیریای داعشی که امروز در پاکستان پایگاه دارن و دولت پاکستان رد میکنه که اونها رو دستگیر بکنه و تحویل بده به افغانستان، شما بدونید که ریشه این گروه ها هم در کجا هست. به هر صورت این یکی از خبرهای ناخوشی بود که امروز این مذاکرات تقریبا میگن که به شکست مواجه شده به خاطر رفتار زشت هیئت پاکستانی. اما ما یقین داریم که ملتی که در افغانستان برای شوروی ها و برای آمریکایی ها و برای ناتو سرخم نکرده، برای پاکستانی ها هم سرخم نخواهند کرد که اینها که غلامان اونها هستند. و این یقین رو داشته باشید که در طول از سال 1947 که این حکومت تأسیس شده، این مزدوران استعمار در این کشورها حاکم شدن، در پاکستان، در هند، در
بنگلادش هیچ خدمتی به اسلام و به مسلمان ها نکردن غیر از خیانت. ما در مورد حکومت ها، اما ملت ها، ملت پاکستان به همان اندازه‌ای که افغان ها مظلوم بودن، ملت پاکستان هم مظلوم بودن و جنایت هایی که حکومت پاکستان بر علیه مسلمان ها در داخل پاکستان کرده کمتر از جنایت هایی که بر علیه افغان ها کرده نیست. به هر صورت دوستان عزیز، از همین لحظه من شماره برنامه رو عزیزانمون زیرنویس خواهند کرد و دوستانی که میخوان در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنن میتونن از طریق واتساپ یا از طریق تماس مستقیم زنگ بزنن. تا برگزاری تماس شما عزیزان، من کلیپی رو که از دیدار صدر اعظم پاکستان با ترامپ هست در جلسه که در مصر بود هفته گذشته رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم، یک کمی بخندید. سپاس فراوان جناب رئیس جمهور ترامپ. برادر عزیزم رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از مصر، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و شبتون بخیر. السلام علیکم and a very good evening. خب باید بگویم امروز یکی از بزرگترین روزها در تاریخ معاصر است، زیرا صلح پس از تلاش‌های خستگی ناپذیر به دست آمده است. تلاش‌هایی که به رهبری رئیس جمهور ترامپ اتخاذ شد. مردی که واقعا مرد صلح است، کسی که بی وقفه و بدون خستگی شب روز کار کرده تا این جهان را به جای برای زندگی همراه با صلح و ثبات تبدیل کند. to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say من باید بگویم که پاکستان رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود. For Nobel Peace Prize. به خاطر سهم فوق‌العاده‌اش در متوقف کردن نخستین گام جنگ میان هند و پاکستان و سپس دستیابی به آتش بس، آن هم با کمک تیم بسیار شایسته‌اش. امروز باز هم میخواهم این رئیس جمهور بزرگ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کنم، چون از صمیم قلب باور دارم که او اصیل‌ترین و شایسته‌ترین نامزد برای این جایزه است، زیرا او نه تنها در آسیای جنوبی صلح آورده و جان میلیون‌ها انسان را نجات داده، بلکه امروز اینجا در شرم الشیخ دستیابی به صلح در غزه نیز در حال نجات دادن میلیون‌ها زندگی در خاورمیانه است. شرم الشیخ achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President. جناب رئیس جمهور، من میخواهم از شما به خاطر رهبری نمونه‌وار و دیدگاه آینده نگرتان ستایش کنم. من فکر میکنم شما همان کسی هستید که جهان در این لحظه به او بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد. جهان همیشه شما را به عنوان مرد به یاد خواهد آورد که هر کار میتوانست انجام داد، از هیچ تلاش دریغ نکرد و حتی از راه خود بیرون رفت تا از بروز جنگ ها جلوگیری کند، مثل همین 7 یا 8 روز گذشته. همچنان میخواهم از برادر بسیار عزیزم شیخ تمیم تشکر کنم. او برادر بسیار نزدیک است که با دیگران سخت کار کرده تا صلح را در این منطقه برقرار کند. برادر بسیار عزیزم رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، اعلی حضرت شاه عبدالله و البته برادر عزیزم محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی و همچنین ولیعهد عربستان سعودی همه نقش مهمی داشتند. او نیز در این روند صلح بسیار کمک کرده و نقش با ارزش ایفا کرده است. خانم ها و آقایان، نمیخوام وقت شما را زیاد بگیرم. کافی است بگویم اگر این مرد و تیم فوق العاده‌اش نبودند، کسی نمیداند شاید هند و پاکستان امروز هر دو قدرت‌های هسته‌ای درگیر جنگ می‌بودند. اگر او و تیمش در آن 4 روز مداخله نمی‌کرد، جنگ می‌توانست به مرحله‌ای برسد که هیچ کس زنده نمی‌ماند تا بگوید چه اتفاق افتاد. و همین طور در این بخش از جهان یعنی خاورمیانه، جناب رئیس جمهور، سهم ارزشمند شما همراه با رئیس جمهور السیسی را تاریخ با کلمات طلایی به یاد خواهد داشت. چیز بیش از این نمیگویم جز این که خداوند شما را حفظ کند. خداوند به شما عمر طولانی دهد تا همیشه در خدمت بشر باشه. بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، حتی ترامپ هم تعجب کرده بود که دیگه غلامی به این یعنی خوبی شاید تصورش هم نمی‌کرد. بر صورت این است وضعیت اینها. حتی آوردن خانواده شریف ناشریف در پاکستان در بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان یکی از اهدافش ایجاد خشونت و درگیری در این منطقه بود.
بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام انصاری. سلام و رحمت الله، بفرمایید. انصاری، مگه همین پاکستان و طالبان مگه همینا نبودن که در طول 20 سال جهاد بهشون جا دادن، خونه دادن، خانواده هاشون تو پاکستان بود. حالا شما گفتی مقر داعش تو پاکستانه، حالا که کل جوامع بین‌المللی میگن القاعده و داعش تو افغانستانه. من اصلا متوجه حرفای شما نمیشم. دوست عزیز یک چیزی به شما بگم. شما میگید در طول 20 سال اینا طالبان جاشون در پاکستان بوده. در طول 20 سال شما خبر دارید که چه تعداد از مجاهدین رو در وزیرستان، در این مناطق قبایل ارتش پاکستان به شهادت رسانده؟ تعداد کسانی که با آمریکایی‌ها جهاد می‌کردن و در مناطق قبایل توسط پاکستانی‌ها به شهادت رسیدن بیشتر از کسانی است که توسط آمریکایی‌ها کشته شدن. این یک مسئله. درست. ثانیاً امروز کل دنیا میگفت که القاعده در پاکستان، در افغانستان هست، درست؟ ناتو اومد، آمریکا اومد، افغانستان رو از این رو به این رو کردن. 20 سال اشغال، 20 سال دربدری، حدود 1 میلیون نفر کشته و زخمی، میلیون ها مهاجر و دربدر. اسامه بن لادن در کجا کشته شد؟ هنوزم تبعات داره. اوکی، اسامه بن لادن در کجا کشته شد؟ در پاکستان. خودتون جواب خودتون رو دادید دیگه. تشکر میکنم از شما. نه خب من میخوام اینو بگم. بفرمایید. وقتی این دوتا مثلا این پاکستان به سازمان امنیتش با این طالبان همراستا بودن، در مدرسه حقانی اینا درس خوندن. بله. این بعد تحریک طالبان پاکستان با ای طالبان افغانستان همراستا و هم قومن. درست. بعد چجوریه که مثلا این اختلافات پیش اومده؟ ببینید دوست عزیز، بله. از شما سوال کردم. باش. در این موردم به شما پاسخ میدم. بله. که مثلا سوء تفاهمی نه سوء تفاهم نیست. خدای نکرده چیزی. درست. چون من هر جا شنیدم میگن مثلا اینا با همیشه هم راستا بودن، حنفی مذهبن، نمیدونم در جهاد با هم بودن. اینو گفتم. اگر نه خب میدونم اوباما تا بن لادن تو پاکستان کشت. بله. دوست عزیز ببینید، همین مدارس دینی که در پاکستان بودن در زمان جهاد اول، همینا مجاهدین رو تربیت کردن، به مجاهدین کمک کردن. تعدادی از رهبران چه طالبان چه از سازمان‌های جهادی در همین مدارس درس خوندن. اما در اون دوران میدونید که کل دنیا به مجاهدین کمک میکرد. مگر آمریکا کمک نمیکرد؟ مگر آمریکا سلاح نمیداد؟ همین موشک‌های استنگری که در سال اول جنگ با اتحاد جماهیر شوروی سبب سقوط بیش از 180 هواپیما شد. شوروی رو به زانو در آورد. بله. مجاهدین خداوند. بله. البته و زارمیت و رمیت. خداوند شلیک کرد. درست. اونایی که به دست مجاهدین شوروی رو به سرنگونی کشوندن. بله. در اون زمان آمریکا نه به خاطر رضای خدا و حکومت پاکستان و استخبارات پاکستان نه به خاطر رضای خدا، به خاطر خواست بادارانشون به مجاهدین کمک میکردن. نه به خاطر خدا، به خاطر اینکه آمریکا میخواست از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی به مناطق خلیج که به اصطلاح منبع نفت غرب رو تأمین میکرد جلوگیری بکنه. و بهترین راهش چی بود؟ این که مجاهدین رو کمک بکنن. البته در سال اول دوم جهاد کمک نکردن مجاهدین رو. و یک اطلاع دیگه هم به شما بدم که بیشترین مناطقی که مجاهدین از حکومت کمونیستی و از روس‌ها گرفتن در سالهای اول بوده و در اون موقع نه سلاح آمریکا بود، نه سلاح غرب بود، نه پول کشورهای عربی بود. با دست خالی گرفتن مردم، با جهاد گرفتن، فی سبیل الله گرفتن. و بعد از اینکه کمک‌های غربی اومد و اینا، باور کنید که همون مناطقی رو که فتح کرده بودن مجاهدین از دست دادن.
میخوام این رو خدمت شما عرض بکنم که نه حکومت پاکستان و نه که آمریکا و نه کشورهای عربی نه کشورهای اسلامی در اون موقع به مجاهدین به خاطر رضای خدا کمک نمیکردن، به خاطری که غرب میخواست کمک میکردن. هر کس به دنبال منافع خودش بود. منافع خودش بود. بعد از اون که یعنی مصلحت غرب برآورده شد، همون مجاهدین چی شدن؟ تروریست شدن. الان هم پاکستان اینا برای خدا جنگیدن و نباید بگید تروریست. بالاخره اینا در مقابل اینا جهاد کردن. من نمیگم تروریست، اونا میگن تروریست. من نمیگم، اونا میگن تروریست. امروز برای تروریست برای تروریست امروز یک تعریفی وجود نداره. شما حق با کدوم طرفه؟ حق با پاکستانه یا حق با طالبای افغانستانه؟ چون اینا مسلمانن، مسلمان کشی هم خب یه چیزی دیگه واضحه، خوب نیست. دقیقاً ما تشویق به مسلمان کشی هم نمی کنیم و طرفداری هم نمی کنیم که والله حتما بیان جنگ بکنن، اما در قضیه اخیر در قضیه اخیر درگیری اخیر حق با افغانستان است، چون که پاکستان اومد مناطقی رو در کابل، در ننگرهار، در جلال آباد، در بعضی از مناطق مرزی بمباران کرد به بهانه ای که در اینجا رهبران طالبان پاکستانی وجود دارن، اما بعدا معلوم شد که اونها در خاک پاکستان زنده میگردن. اینا آمدن مناطق رو در اصلا این کار آیا از نگاه روابط همسایگی بین المللی، سیاسی، دیپلماتیک کار خوبی است؟ در جوابش طبیعتا حکومت افغانستان که دست بسته نمیشینه جواب داد و انتقام حملات اونها رو گرفت که اونها دست باچه شدن و رفتن خلاصه به ترکیه و به قطر که بیایید صلح بکنید وگرنه کارمون خراب میشه. بله. تشکر از شما رو برس. ممنون از راهنماییتون آقای سلامت باش. خداحافظ شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال درباره تعبیر خواب چیزی میگین؟ والا موضوع برنامه ما نیست برادر عزیز، ما در مورد جنگ افغانستان و پاکستان داریم صحبت میکنیم. در روز جمعه انشاءالله تماس بگیرید، در مورد موضوعات دیگر صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد انصاری، من میخواستم درباره پاکستان بگم که یک نام کشور اسلامی رو یدک میکشه، تنها چیزی که درش وجود نداره همین اسلامه. یعنی اینها یک حکومتی هستن نجات پرست، خب واقعا بر اساس شریعت اسلام شاید حکومتی داشته باشند، ولی واقعیت هم اینه که اینها هم مثل کشور ترکیه اسلام رو برای خودشون دارن یدک میکشند. مثلا نمونه اینها در پاکستان برادران بلوچی که در اونجا هستن چقدر ظلم و جور و ستم بر علیه این ملت مظلوم دارن میکنن و چقدر با این برای کشور جمهوری اسلامی در مورد هم مسئله امنیت که از این بعد بلوچ‌ها را تحت فشار قرار داد، الان برام که بلوچ‌ها بده و همونطور هم در افغانستان اینها برای اصلا دنبال منافع هستند، دنبال اسلام و دین و دیانت نیستند. اینها یک سری آدم‌های سکولار به نام دین دارن حکومت میکنن. واقعیت هم اینه، وگرنه اینها هیچ سنخیتی با اسلام ندارن به نظر من. از هر لحاظ الان افغانستان نزدیکترین کشور به پاکستانه و این یعنی و همیشه پاکستان خواهیم بوده. یعنی هم دوره اول هم که پاکستان به حساب به بهانه دغلویی که چیز کرده بودن با آمریکا همکاری کرد و در سقوط نظام قانونی طالبان، یعنی نظام قانونی بود همه جا چیز بود و واقعا هم من نمیخوام تعریف کنم از طالبان و یه سیاستایی داره، حالا ما کار نداریم، ولی واقعیت همینه که واقعا طالبان مردانه اون موقع ایستاد و حاضر نشد بن لادن رو
که واقعا به پاس اون همه شهادت و مجاهدتی که کرده بود واقعا نمک نشناسی نکرد و تحویل آمریکا نداد و روسیاهی رو برای خودش در تاریخ نگذاشت. واقعا حقا هم همین بود که آدم مسلمان نباید مسلمانی رو به کافر تحویل و این من اینجا واقعا این قضیه رو می‌ستایم. و اما همین آمریکا چیز همین پاکستان راه داد به نیروهای آمریکایی به هواپیمایان که یعنی اینا جیره‌خوار آمریکا هستن، اینا اردوگاه‌هایی هستن، اردوگاه غربن در هم آسیا هم در خاورمیانه. متاسفانه کشوری به نام اسلام واقعی من حقیقت میگم همین ترکیه هم مشابه همین پاکستان است. 30 میلیون کرد داره، بدترین جنایت و علیه کردها رو انجام میدن، زبانشون به رسمیت نمیشه، در که همین ترکان مهاجر هستن، یعنی از 900 سال پیش اومدن اونجا. به هر حال میخوام این رو بگم که به حق من حقیقتا حق رو با طالبان میبینم و اینها بهانه‌گیری هایی هست که از طریق صهیونیسم میخوان ایجاد کنن، میخوان یک سری مسائل رو، یه تغییراتی رو در قابل به این بهانه که خب واقعا طالبان به نظر من اصلاحات خوبی کرده، حالا با اینکه دزدی ها رو کم کرده، اینها رو کم کرده و مشکلاتی هست ان شاء الله که به مرور زمان با سیاست‌های امروز آشنا بشن. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار. بله بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. نظر من درباره این اختلاف بین پاکستان و افغانستان اینه که پاکستان چیزیه که خودش کاشته داره درو میکنه. این همه سال از طالبان حمایت کرد، وقتی که به نفعشون بود زد، با تو افغانستان ناامنی درست کرد، این کارا رو کرد. حالا اینا فراموش نکنید، چون که اینجا طرف درسته، طرف مثل حق با طالبان هم، ولی طالبان هم همچین تافته جدا بافته نیست. طالبان هم خیلی اشتباه دارن. طالبان هم افغانستان رو 50 سال به عقب کشوندن. کاری که این همه مهاجر تو کشور نتیجه کارهای طالبان هم. دوست عزیز، شما میگید که طالبان افغانستان رو 50 سال به عقب کشاندن. از چه نگاه به عقب کشاندن مثلا؟ از جنگ. هیچ وقت اینا اصلا انعطاف ندارن. اینا یه جوری حرف میزنن که مثلا همه یک لحظه در دهه 90 وقتی که مجاهدین حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت شیعه اینا در کابل می جنگیدن، طالب کجا بود؟ حالا به وجود نیامده بود. می‌خواستیم بگیم طبیعتاً کابل کی خراب کرد؟ کابل کی خراب کرد؟ مثل طالب. حالا اونام از طالب بدتر. من که طرفداری اونا رو نمیکنم که اونا رو چیز میکنم. اونام بدتر از طالب. همشون ما اصلا اینا خیلی خوب کی است؟ الان کی خوب است؟ کی خوب است؟ کی خوب؟ کرزی خوب بود؟ اشرف غنی خوب بود؟ قرار نیست کسی خوب باشه. من چون میگم طالب بعد قرار نیست کسی خوب باشه. نه دوست عزیز، ما باید واقع گرا باشیم. الان مثلا کمونیستا آمدن افغانستان رو به روسا فروختن، راه رو برای اشغال افغانستان باز کردن، خلق و پرچم به نام پشتون، به نام تاجیک، به نام الحاد، به نام کمونیستی ملت رو به خاک و خون کشاندن، سبب کشته شدن بیش از 2 میلیون نفر شدن و آوارگی بیش از 15 میلیون نفر و دربدره افغانستان. درست؟ همین کمونیستا آقای انصاری، کمونیستا همه انگ کمونیست هم اینا هم همش نقشه قرار بود. خودت میدونی که اصلا جنگ کمونیست کجا بود؟ جنگ سرد بود. خب بر صورت جنگ سرد بود. اما من دارم در مورد یک سری انسان‌های احمقی صحبت میکنم که در افغانستان خودشون رو حزب دموکراتیک خلق افغانستان میگفتن، خودشان را کمونیست میدانستن. حالا این سیاست غرب بود، سیاست شرق بود. من در مورد یک طایفه احمقی که در افغانستان با همین انگیزه و با همین منهج و با همین سیاست افغانستان رو تباه کردن. درست؟ بعد از اون مجاهدین آمدن، مجاهدین روس رو شکست دادن، مجاهدین همون حکومت کمونیستی رو ساقط کردن، اما باز به جان هم دیگر افتادن. کابل رو اصلا کی خراب کرد؟ کابل رو در جنگ‌های داخلی همین تنظیم‌های جهادی خراب کردن. طالبان آمدن
مجاهدین. طالبان آمدن همین تنظیم‌های هفتگانه سنی و هشتگانه شیعه گلمی همه اینا رو جمع کردن، یک حکومت مرکزی در افغانستان تشکیل دادن. خب همون رو هم که نگذاشتن، همون رو هم رفتن در بن با آمریکا دستشون رو یک کردن، شیعه و سنی و جمعیت و حزب و هزاره و همه رفتن با آمریکا و با ناتو موافقتنامه بن رو امضا کردن، راه رو برای اشغال افغانستان توسط آمریکایی باز کردن. همه اینا وطن فروش بودن، همه اینا خاک فروش بودن، همه اینا دین فروش بودن، همه اینا خائن بودن. الان ما اینو میخوایم بگیم که الان همین حکومتی که امروز در افغانستان حاکم است، بیاید از حق نگذریم. همین الان آبادانی که در افغانستان داره میشه، پروژه های تجاری و پروژه های ساختمانی و ساخت و سازی که داره در افغانستان میشه، خدماتی که داره همین حکومت انجام میده، امنیتی رو که همین حکومت آورده، حالا طالب است، ملا هست، هر کسی است، شما میگید نوکر است، هر کسی که است. امروز وضعیت افغانستان بهتر از دیروز هست یا نیست؟ شاید در بعضی موارد مشکل داشته باشند، مثلا بله در بعضی مسائل ما هم انتقاد داریم، قضیه تحصیل دخترها، قضیه حقوق زنها، خیلی مسائل. اما امروز یک سوالی رو که ما باید وجداناً جواب بدیم، آیا اینها بهتر از آنهایی که قبلا حکومت میکردن هستن یا نیستن؟ اگر هستن بیایید همینا رو اصلاح بکنیم، بیایید در کنار همینا بیستیم. اینا اصلاح نمیتونن آقای انصاری، اینا اصلا که حرف کسی گوش نمیدن، میگه هر چی ما میگیم درسته، هر چی بقیه میگن اشتباهه. خیر ان شاء الله. تشکر از شما دوست عزیز. تشکر از شما. درسته نه میگن یا نه؟ با خدا که اینا ما اصلا با سر میز هر کی میشینه چاره دیگری نداریم دوست عزیز. الان انسان در بین بد و بدتر گاهی اوقات مجبور است که بد رو انتخاب بکنه. کی رو میخواید انتخاب بکنید؟ همون بد و بدتر نیست، اینجا خیلی بد و یک کمی بدتر. تشکر از شما. خداحافظ. دوست عزیز بفرمایید. الو. بله بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز و بینندگان عزیز. من محمد رضا ستاری هستم. بفرمایید ستاری صاحب عزیز. و راجع به مسائل جنگ افغانستان و امارات اسلامی جنگ پاکستان و امارات اسلامی افغانستان می‌خواستم صحبت کنم. بفرمایید. ببین ما در جنگ‌های قدیم هم داشتیم که داخل هم اگه جنگیدیم ما را از بیرون در جنگ انداختن. بله. و خیلی وقتایی که ما مشکلات در بین خود داشتیم به خیلی راحتی حل می‌کردیم و متاسفانه می‌رفتیم به عنوان پاکستان که کشور دوست یا همسایه است و همین باعث تباهی کشور ما شد 50 سال پس رفتیم. اگه ما امروز بازم به طالبان اهمیت ندیم و طالبان رو باز پوش خالی کنیم، مسلماً یک دولت دیگه میاد که از این بدتر میشه. درست. خدمی باید افتکار کنیم و ازمی باید یک چیز جور کنیم و ما ملت نباشه مثل قبلا چیز نخوانده و ندانستن در سرکله یکی دیگه از این کشور که همین رو داریم همین رو مدرس کنیم. درست. یعنی واقعا یعنی حرف شما واقعا منطقی است، متین است، چون برای اولین بار بعد از حدود 40 سال یک حکومتی که حداقل جلوی همسایه متجاوز رو گرفته، مثلا در مقابل ایران، در مقابل پاکستان عکس العمل نشان داده. قبلا این اصلا باور انسان نمیشد که یک سرباز افغانی بتونه به یک سرباز پاکستانی جواب بده. تشکر از شما. بله حرف شما کامل درست. ما تقریبا 20 سال از عمر خود بنده در ایران گذراندیم و زمانی که در ایران به ما به عنوان افغانی یا افغانی آشغالی یا به هر نوعی که به احترامی میکنن، آرزوی ما یک زمانی بود که یک دولت داشته باشیم، یک سفارت داشته باشیم، یک پاسپورت تذکره داشته باشیم که در مو اقلا ناز کنیم یا بنازیم که آقا ما هم چیزی داریم. هویت داشتیم، ملت نداشتیم، کشور داشتیم، شخصیت نداشتیم، حرمت نداشتیم. اما خدا رو شکر از وقتی که امارات اسلامی اومده اینا دانه دانه به ما اخ ما را از این همسایه‌های فاسد پس میگیره و الحمدلله ما با این کارشو فعلا راضی هستم. من خودم یک فرد هستم که واقعیت بین هستم. در دولت‌های پیشین هم بودم و قبل شما که جمهوریت هم بود 20 سال جمهوریت که مگه چی کار به ما مردم کرد؟ موتر ما را که اوان و راکت زدن مگه چی کار کرد؟ ولی آفرین از اینا که از چی خود در ماده که 4 همسایه حق مردم از دانش میگیرن ما بهشون 100 آفرینی برشون میتونم.
تشکر از شما برادر. تشکر از شما. زنده باشید. خداحافظ شما. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. وقت شما بخیر استاد عزیز. سلامت باشید. راجع به برنامه صحبت میکردم که امارت اسلامی واقعا شما درست میفرمایید نسبت به حکومت قلبی خیلی خدا رو شکر مستقل‌تر و ثابت قدم‌تر جواب دشمنان و بیگانه رو میدن. درست. تشکر از شما دوست عزیز. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. دوست عزیزی نوشتن که مگر که شیخ اسامه رو از تورا براق قاچاقی به پاکستان رفته. ببین دوست عزیز، منظور من این نبود. منظور من این است که حمله پاکستان به بهانه اسامه بن لادن بود، حمله آمریکا به افغانستان، اما اسامه بن لادن در پاکستان بود. یعنی استخبارات آمریکا خبر نداشت، یعنی نمیدانست. این سوالاتی است که باید جواب بدن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. سلام علیکم استاد محترم، چطوری؟ سلامت باشید، بفرمایید. استاد محترم، ما البته این حرفایی که شما میزنید تا جای از نگاه یک مسلمان یا یک فرد متبع به یک مملکت که است او حق طبیعی یک انسان است که از وطن خود دفاع کنه در مقابل هر متهاجم. بله. تنها این املا با ارزش‌های ما مطابق نداره. به حساب میفهمید در ویتنامی ها از کشور خود دفاع کرده، اونا مسلمان نبودن. حق طبیعی هر انسان است که از وطن خود دفاع کنه. ما به این مسائلی که فعلا جنگ بین افغانستان و پاکستان است، البته که طرفدار دولت خود و مملکت خود هستیم. باز که بخوایم که مسائلی که مربوط به داخل مملکت ماست اگر دی بخوایم روشنی بیاندازیم، استاد محترم، حکومت دولت فعلی افغانستان از نگاه اسلامی چقدر اسلامی است که بگوییم که ما به صفت یک فرد مسلمانی مملکت مطابق اسلام و با معیارهای اسلام ما شنوای امر امرای خود می باشیم که اگر از این لحاظ بخوایم ببینیم، به خاطر کنه شما میفهمین در افغانستان البته بعضی چیزای مثبت هم است، اما اکثریت وقت چیزای منفی را آدم میشنوه، چی در حساب تعصب، چی در حساب دولتداری، چی حساب دیگی به مردم، چی برخورد با مردم، برخورد دولت در مقابل مردم خود. این چیزا چقدر برداشت کنیم فرض مثال به صفت یک فرد مسلمان. حالا فرض مثال 4.5 سال است که حکومت طالبان است، هیچ کس شاهد نیست که به حساب دیده باشه که گویا امیرالمومنین حکومت فعلی که همون شخصی که نامیده میشه او را کسی ببینه و یا بشنوه که کی است، چی است، چه رقم است. این از نگاه اسلامی چقدر به حساب قابل قبول است؟ من به این باره میخواستم از شما سوال. بله، ببینید بیننده گرامی، اولا ما میشنویم خیلی چیزایی که ما میشنویم واقعیت ندارد. یک سری چیزا درست است، برخوردها گاهی اوقات برخوردهای شخصی که ما همیشه در برنامه انتقاد کردیم، از برخورد امر معروف، از قضیه تعلیم خواهران در افغانستان، از خیر از مسائلی که مشکلاتی که بوده ما همیشه از او انتقاد کردیم. این واقعیت‌هایی است که هیچ کس انکار نمی‌کنه. اما مثلا همین هفته گذشته اگر شنیده باشید همه صفحات اجتماعی پر شد از این که قبر استاد خلیلی رو در صحن دانشگاه کابل خراب کردن. مخالف، موافق، همه این رو در صفحات نشر کردن. منشأ این خبر کی بود؟ روزنامه 8 صبح، یک روزنامه رافضی
طرفدار ایران که فعلا از افغانستان فرار کردن رفتن در کدام گوشه دنیا هستن، این خبر رو اونا پخش کردن و همه از عصر صبح نقل کرد، در حالی که این واقعیت دروغ بود، در حالی که همون درخت ها و بعضی از خس و خاشاکی که اطراف قبر ایجاد شده بود اونا رو تمیز کرده بودن و قضیه تخریبی در میانه بود. خیلی چیزایی که امروز ما میشنویم واقعیت نداره. امروز عزیزانی که رفتن در داخل میبینن وضعیت رو، از برخورد در قنسولگری ها و سفارتخانه ها بگیرید شما شروع بکنید، تا برخورد در میدان هوایی، تا برخورد در کوچه و بازار، تا برخورد در پست‌های امنیتی، در ادارات دولتی، همه اینا نشان دهنده است که اینها بهتر از دیگران هستند. ما نمیگیم 100% خوب هستند. 100% خوب یعنی حتی در زمان خلفای راشدین هم ما یک نظامی رو شاهد نبودیم که 100% هیچ اشکالی نداشته باشه. انسان همیشه یعنی نقص وجود داره، اما حداقل از گذشته‌هایشان بهتر هستند. الان ما دو گزینه بیشتر نداریم، یا با اینا کمک بکنیم که بهتر شوند، یا بیایم در کنار همان دزدانی قرار بگیریم که دیروز همین وطن رو در بدر کردن. یعنی خودتان میدانید که به خاطر یک زن بیچاره وقت میرفت برای کاریابی از قصر رئیس جمهوری گرفته تا پایین ترین اداره دولتی، اولین خواستشان خواسته جنسی بود از یک زن. اما الحمدلله امروز خیلی از این مشکلات در جامعه برطرف شده. بهتر نیست که با وجود انتقادهایی که داریم، با وجود انتقادهای سالمی که داریم، بیایم در کنار اینها بایستیم، بهتر شوند، نصیحتشان بکنیم؟ موافق هستم استاد ابرایتان. اما ما مسئله دیگه که میخواستم ازتون پرسان کنم که ما در وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یا خلفای راشدین مبارک اونا همه‌شون در بین مردم بودن، آشکار بودن، در روز خوب مردم در میان مردم بودن، با همه طبقات انسانایی که در او کشور زندگی میکردن یا در او خطه زندگی میکردن ارتباط داشتن، ظاهر بودن. این که به حساب 4.5 سال است ما امیرالمومنین نمیبینیم، این از نگاه دینی کدام دلیل منطقی یا شرعی داره که به حساب بگیم که به این سبب به این لحاظ اینا ظاهر نمیشن و آشکار نمیشن که مردم ببینیشون؟ والا اصل بر این است که امیر کشور باید در بین مردم باشد، باید با مردم ملاقات کند و ما چیزی که شنیدیم تا این درست است که در وسایل ارتباط جمعی ظاهر نمی شود، اما مردمی رفتن نزدیک دیدن، باهاش نشستن، یک سری به اصطلاح افکار خاص خودشو داره، مثلا مخالفت با تلویزیون، مخالفت با کامera، مخالفت با عکس و ویدیو گرفتن و این مسائلی است که ما حتی رد کردیم. یعنی جای امروز در جهانی که ما زندگی میکنیم همچین افکار 500 سال پیش و 1000 سال پیش و 2000 سال پیش جایگاهی نداره. اما آیا مشکل یک جامعه ما امروز دیدن امیرالمومنین است که باید دیده شود یا نه؟ ما دیدیم کرزی هم دیدیم، اشرف غنی هم 24 ساعت میدیدیم، چه قپیق را انداخته بودن در تلویزیون و خواستن اشرف غنی با داد و فریادش. چه مشکل جامعه ما را حل کرد مثلا دیدن اشرف غنی، سر و صدایی که برام انداخت؟ آخرش هم پول ملت رو دزدیدن و رفتن. حرفتان درست است. منظورم این نیست. منظورم از این که امی شایع افغانیایی که فعلا است اما حداقل از بین میره، مردم قلبا راحت و آرام میباشه که به حساب ما با کی طرف هستیم، انسان میفهمه که با کی مواجهست، با کی طرف است. از این لحاظ گفتیم. یعنی الله متعال توفیقشان بده که این مسائل رو در نظر بگیرن. تشکر از شما دوست عزیز. خواهش می‌کنم استاد محترم. تشکر. سلامت باشید. بیننده عزیز سلام علیکم. با عرض معذرت دوستان عزیز، ما مشکلی داریم در تماس های واتساپ شما عزیزان، امیدواریم که این مشکل حل بشه.
بله بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستین؟ جان شما جور؟ سلامت باشید، تشکر از شما. من همراه انصاری صاحب هم کلام هستم. بله بفرمایید. استاد محترم، میخواستم درباره موضوع برنامه گپ بزنم. درباره امان الله خان. بله. امان الله خان مردم در افغانستان غازی میگفتن، یعنی در نگاه ما چی گپ است؟ والا ببینید، استعمار گاهی اوقات غلامان خودش رو مجبور است به نام قهرمان ملی، به نام غازی، به نام شهید، به نام قهرمان به ملت جا بزنه و اگر که میگفتن که این جاسوس ماست، ما قبولش میکردیم؟ قبول نمیکردیم. بله نه میکردن. بله طبیعتا اونا بعد از به خاطر موضوع یعنی جنگ پاکستان افغانستان میخواستم این باره گپ بزنم. بفرمایید. متاسفانه تماس ایشون قطع شد. اگر دوست عزیز ما دوباره زنگ بزنند و سعی میکنیم که انشالله مشکل تماس واتساپ رو هم حل بکنیم. دوستان عزیز، ما تقریبا حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه داریم و انشالله امیدوارم که مشکل تماس‌های واتساپ حل شده باشه و دوستانی که تماس میگیرن از طریق واتساپ بتونن صحبت بکنن. بله بیننده عزیز بفرمایید. بله سلام علیکم جناب انصاری صاحب، خوب هستین؟ سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. بله بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. سلام علیکم جناب انصاری صاحب، خوب هستین؟ خیریت؟ سلامت باشید، تشکر. سلامت باشید. تشکر از این برنامه خوب و جذابتان. تشکر از شما، بفرمایید. جناب انصاری صاحب، از این برنامه که شما چیز کردیم بسیار خوش شدیم، بسیار برنامه خوب است. این میگن که مثلا طالقا چطور و چنان است. خب ما به عنوان یک اسلام، یک مسلمان، یک پیرو قرآن و دین پیامبری، بله درسته؟ بله باز حال میگن که مثلا این دولت شبان همین عقل الله داره ایش فهم خود چی مبارک دوست عزیز، شما تماستون صدای شما قطع و وصل میشه. اگر دوباره زنگ بزنید، مکانتون رو عوض بکنید، فکر کنم تلفنتون خوب آنتن نمیده. دوباره زنگ بزنید دوست عزیز، صدای شما قطع و وصل میشه. تشکر از شما. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انصار صاحب محترم، خوب هستین؟ بخیر؟ سلامت باشید، تشکر از شما. تشکر، سلامت باشین از اینکه وقت دادین ما را. بفرمایید. بخشش با شما، برنامه ایتان رو مشاهده میکنیم برای فعلا. بله. صدای ما را داریم؟ بله صدای شما داره پخش میشه در برنامه زنده، بفرمایید. سلامت باشین، از برنامه ایتان تشکر. قبلا بعد یک قسمت از برنامه ایتان در اونجا تشریف آوردیم درباره همین برادر ما که سوال میکرد امیرالمومنین صاحب باید در انظار عامه معلوم شود و مردم ببیند. ما مفکوره بیادر ما بسیار صحیح است، درست است، اما
ندیدن بیادر ما امیرالمومنین صاحب را لازم نداره که مثلا یا نفر کردن نمیتونه امیرالمومنین صاحب و مردم ببینه، حتی دیدن. برای شما بهتر معلوم است امیرالمومنین صاحب چند ماه پیش سفر داشت، در چندین ولایت ها رفت، قد مقامات بالا، مردم، متنفذین قومی، بزرگان علما جلسه دایر کرد و برای مردم خدا نشان داد، همیشه نشان داد و بار یک چیز دیگر شما اشاره کردین، گفتن افکار مختلف است و کسایی که نمیخواه مثلا شخص امیرالمومنین صاحب باشه در مقابل کامرا نمیایه، اینا تا حد حدیث پیامبر ما صلی الله علیه وسلم را رعایت میکنه که مثلا کامرا تصویر برداری را شما بهتر میفهمید، شما استاد هستین. از جواب شما بسیار ما خوشتندم شدم. تا حد بیادر ما شما حق به جانبم بود. از خاطر خواستم بر شما یک تماس بگیریم. یکی امارت اسلامی را ما شما همیشه میبینیم، فعالیت ها، پیشرفت ها و تمام چیزش. شما برنامه شما را ما تعقیب میکنیم، همیشه برنامه تان ما یوتیوب از طریق یوتیوب شما را میبینیم، بسیار برنامه های خوب و برزنده را برای مردم تقدیم میکنین. امارت اسلامی افغانستان برای فعلا در یک چالش بسیار بزرگ قرار داره که مثلا طرفش پاکستان است. انشالله از مردم، از خاک افغانستان، از تمامیت ارضی فعلا دفاع میکنه. البته در رأسین حکومت یا در رأسین قدرت هم یک شخصیت دلسوز مهربان قرار دارد که نمیگذاره هیچ کشوری با تمام قدرتشان نتوانه در افغانستان حمله کنه. ولی چالش ها را میبینیم، بازم ما باید حقیقت را درک بکنیم از طریق برنامه شما برای همه ملت. من شخصا خودم وظیفه امارتی ندارم، اما صرف همی که حقیقت را دریافتیم، دیدیم بارها در مقابل همه تهدیدها و چالش های امارت اسلامی از ما دفاع کردن و من بعد هم میخواین دفاع کنن. باز ما شما باید حقیقت پنهان نکنیم. همگی کسایی که افغان هسته ایره خودشان خوب بفهمن در 4 سال که امارت اسلامی به قدرت رسیده، ببینین تمام پیشرفت های به ساله ما را جبران کرد. سلامت باشین. از عرض سلامت باشین. تشکر از شما. چرا نمیگیریم. سلامت باشین. سلامت باشین از برنامه زیبایتان. سلامت باشین. تشکر از شما. یک سوالی که اینجا من به ذهنم اومد این است که همین فاحشه‌های سیاسی، همین سیاف، همین صلاح الدین، همینایی که در این 20 سال داد از وطن دوستی و وطن خواهی و نمیدونم ملت و افغانیت و اینا میزن، اینا کجا هستن؟ اینا کجا هستن؟ چرا صدای اینا در نمیاد؟ دیروز که بیش از 40-45 کشور خارجی افغانستان را اشغال کرده بودند، اینها در ناز و نعمت داد از وطن پرستی و وطن دوستی و افغانیت میزدن، اینا کجا هستن؟ چرا صدای اینا در نمیاد؟ اگر یک طالبی به اشتباهاً یک نفری رو یک سیری میزد، سیاف و امینا گلوی خودشون رو پاره میکردن که ببینید که دارن چی کار کردن. وقتی که پاکستانی ها میان بمباران میکنن، مردم بیدفاع رو میکشن، به خاکتان تجاوز میکنن، شما فاحشه‌های سیاسی کجا هستید؟ چه صدای شما در نمیاد؟ چرا عکس العمل نشان نمیدید؟ میدونید چرا؟ چون همین بی‌شرفا باور به خدا بکنید، اینو به یاد داشته باشید. یک روزی اگر پاکستان درشو باز بکنه که بیایید ما شما را به جای همین طالبا، به جای امارت اسلامی در افغانستان به حکومت میرسانیم، همهشان باز ببینید که جمع میشن در پشاور و در لاهور و در اسلام آباد. من یعنی حدود 15 سال پیش در یک برنامه گفته بودم اینا کسایی هستن که به خاطر پول، به خاطر منصب حاضر هستن ناموس، دین، وطن، همه چیز رو قربانی بکنن و خواهید دید یکیشون در این 2 هفته گذشته یکی از اینا صداشون در نیامد. چرا پاکستان رو محکوم نمی کنن؟ چرا در کنار ملتشان قرار نمی گیرن؟ به خاطر اینکه امیدوار هستن که پاکستان بهشان جا بده. آخرین تماس رو میگیریم. این دوست عزیزمان انشاءالله که مشکل صدا حل شده باشه. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. بفرمایید. الان صدا شما مشکل نداره، بفرمایید. استاد عزیز، تشکر از برنامه‌های خیلی ورزیده و عالی شما. من دو کلمه صحبت داشتم با هموطنان. بفرمایید. یک کمی تلفن رو دور بگیرید برادر عزیز، یک کمی تلفن رو از خودتان دور بگیرید. بله. بفرمایید. الان صحیح شد؟ الان خوب است. بله بله. الان درست شد؟ بله بله. ما متاسفانه که ما رو با جان هم انداخت. نفرت میگیریم، خوبی یک شخص رو نمیبینیم. همین طالبان میگن به اندازه 20 سال جمهوریت این آبادی وطن رو کرده. درست. راهنمایی میکنند که انتقاد میکنند، ولی به جای اینکه ما دشمنی کنیم بیایم به پلوی وایسیم، اصلاح کنیم. ما با نفرت نمیتونیم اصلاح کنیم. 40 سال ما با دشمنی، با کینه و با جنگ وطن رو نابود کردیم. همه ما مهاجریم، دور از وطنیم. توهین و تغییر پاکستانی، ایرانی، اروپایی رو همه بی حرمتی و بی عزتی جهان رو به ما افغانها شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما مقابل هم وای نیستیم، کنار هم وای نمیستیم. ما بیایم درس بکشیم. اسلام عزیزی که برای ما درس اخلاق و درس گذشت و درس مهر و محبت میده، ما این رو شعار میدیم. بیایم در وجود خود پیاده کنیم، وطن بسازیم، با همین طالب کنار بیایم. همینا نسبت به 40 سال حکومت که اومد و رفتن، اینا این سری الحمدلله عباداتی داره، ولی نسبت به بقیه خدا رو 100,000 مرتبه بهترن، واقعا بهترن. برید این دوستانی که میگن بعد برن جاده ها رو ببینن چیکار کردن، شهرک‌ها رو چجوری درست کردن، با همون پول مالیاتی که از 4 تا گمرک میگیرن چقدر آبادانی میکنن اینا. درست. 20 سال آمریکا بود 3 تریلیون دلار آورد وارد افغانستان کرد، هیچ جا رو آباد نکرد بجز از این که جیب خودشان. درست. بله برادر عزیز، کاملا درست میفرمایید. تشکر از شما. تشکر از شما. الله متعال حفظتان کنه. زنده باشید. تشکر از شما. همونطوری که این دوست عزیزمون فرمودن، بیایید با هم بسازیم افغانستان رو، بسازیم این وطن رو، در مقابل این همسایه هایی که دنبال کوچکترین بهانه‌ای میگردن که دوباره ما رو به جان هم دیگر بندازن و این وطن رو به خاک و خون بکشن. بهتر نیست بیایید در کنار همینها بایستیم، نصیحتشان بکنیم، اصلاح بکنیم، انتقاد بکنیم، اما دشمنی نکنیم. جمله دوست عزیزمون خیلی خوش آمد. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان با آن رویسته که همراه خواهم بود، همه‌تان را به پروردگار متعال می‌سپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.
يزيل